نه تنها مشه بلوچستانی تا ایران دشمن بوده، حتی بلوچستان پاکستان خود مختاری هم گرفته، آیم نشتگی که شاه هم دیتن آینی خود مختاری هم بمبارانی که پاکستان هلیکوپتر دا، پاکستان ایرانی خلبانان رفتن جتن بلوچستانش بمباران کو بوتوی زر داد که تو یه کارا بکن. یعنی ایران حکومت شاه زمانگاه تهانگی خمینی زمانگاه نه تنها مشه بلوچانی دشمن بوده تا ایران، بلکه اگه بلوچ دیگه جاگاهی هم یک حقوقی برسته شی هم مخالف بوده. یعنی دشمنی متاسفانه ایران حکومتانی چه پهلوی بی تا جمهوری اسلامی من نقش در ایران مردم شد، ولی دو حکومتانی دشمنی که بلوچان ذاتی بوده و ادانید که مشابه بلوچان پمی خاطرین دیم حکومت هم ایران که ایتم چه مشابه گشت ایرانیانی خوب یک چیزی هستن تمشین یک روچی محمد گشت حق انسان هر کسی انسان حق گپ نکنه که چی بگشت دموکراسی معنی همشیند که انسان حق هستند وقتی نظر بدل بکنند. خب انسان یک چیزی که میشه جوان بیته، تنها چیزی که جوان بی مردمه. مشابه رو در نشتگی لاتی ممکنه 18 ساله، لاتی ممکنه 40 ساله، لاتی ممکنه 60، لاتی 80. انسان فرد لازم بیت میرید رو، بله مردم همیشه جوانن. مردمان وقتی حق هستند که نظر بدل بکنن، بل خوب بعدی که نظر یک بدل بیتین یه دا بیتند که چه شاه پهلوی روتند خمینی واسطه شعار دادن حزب فقط حزب الله و رهبر روح الله یا الله اکبر کشی په خمینی نامه و رنده که ایتن جاوید شاه کنتن و نزانو یا آخری نبردین پهلوی برمیگردد مثلا گفت آو دیوی ایشند که ادات زانه که دیمترا یه تنها کنید که هندگان چی بیتن تا که انقلابی تو کن. انقلاب با دو نمونه هستند، یکی هستند که انقلابانی که تو به اصطلاح منفیش کشاندن یا انقلابی هستند مثبت. انقلاب منفی انقلاب ایران است که مردم گفت هرچی خمینی گوشی شهر چه شاهدی که بهتره چه باتر و نبی خمینی و پیرمردی خمینی روت کمان نندی روت نماز روچگا کنته بیشک مردم آیه برنامه بواننده آیه کتابان بواننده که چی نوشتگی ایشش منفی. مثبت همشین که مردم بزن تا طرف چی گشتگی و یک توافقی بی چیزی که به انگلیسی گفتن different stakeholder، یعنی مردمانی که مختلفین مثلا حقش هست، مختلفین چیز لوتند، مختلفین مثلا راودر پوت لوتند آیانی پدا یک دیگر یک همسنتی توافقی یک اتفاقی بیتن ایشی مثلا چیزی گوشنتی که مثبتی که شاید یکی هم مثلا همشین که تو بوده اگر مثلا مردمان بومی هستند یا اقلیتان ملی که هستند مذهبی اقلیتان هستند شون ترمان سازمان ملل نه دایشه حساب مکنه کسی مثلا حتما از مردم ترمان نه بچه که تو وادی که بری هستن چیزان کانسپتان سیاسی یا حقوق بشری ها تو بعد همه کلمه که استفاده بی اگنا مفهوم ندادین. یعنی من تو نو چوات مفهوم در بیگه چون بوگا شما مثلا بلوچ شما ملتی بل بعدی که تو سازمان ملل خبر کنه تو باید بر اساس همای ترمینولوژی همای کانسپت خبر بکنه و این سک مهمه. نیدانید که ایشانی حق بوده دهگ بیتن آیوش مثبت که ایران و هنیگاه هم یه چیز نیست. هنیگاه هم پهلوی برنامه استراری بوانه همه دا با خمینی اگه پماشا بلوچ باید چه پیگری بکنه همه دا که مشاوره هم گشتن با بلوچستان جمعیت بدل کنه و یه خبرش هنی هم اعلام کرد پتا هم یه برنامه هست، یه برنامه که جمهوری اسلامی اجراش کنه آی شاه محمد رضا شاه پهلوی زمانه غیر کنه بودگان همیدا کو ویدا گشتن بلوچستان شده در بگیچن یا خالد بریا گشته وزیر امور خارجه ایران اگه که بلوچستان بعد ما غیر متحد داره اقتصادی لازم جهل بدانه که تانگه مشورت میده پشت داشته اما انگلیس سیاستش دیما برته بلوچستان همین سیاست دیما برانتین و هنیگا اگه برنامه استرار پهلوی اگه بونه هیچ جا بلوچ کرد ترک خبر حق خبر نیست. یک جایی که بلوچستان نام که سیستان بلوچستان مناطق مرزی که گوشی ودا ما گو آتش کنترل کنیم آتش کلمه آسا استفاده کنه نه گوشید شان سر اینچو ظلم بوده شانی زبان ما نشته کار مرزی بکنن شانی اقتصاد ما خراب کته شانی آب هوا ما خراب کته شانی ملک درو چیز ما برده ما شان برگردن اکثر چیزانش دین یه چیز نی بوده هیچ دعوا همی هستن که دا ما گو آس کنترل کنن ادانید که ما شا بلوچان باید این توانمندی بیتند که ای آس اگر خمینی هم اسم مثلا روی کتا یا یه پتو پیروکان روی کتا یا ای پدا وقت برنامه هستیم بیاد چه روی بکن شه بتونه خاموش بکنه. سیاست تو که یک چیزی هست قدرت حسابه دیگه چیزی نه سیاست بالانس قدرت هایی فمی خاطر تشین وادی که انقلاب بوده یک منطقه هم ساختاری تغییر کهتن
سک مهمند خاص اقلیتان ملی اقلیتان مذهبی سک مهمند که گروهانی که جهلترن تا چه طبقه کارگر بان چه جنین بانتی آوتا سازماندهی بکنن که رنده بتونه اوتی حقا بگیرن هنچه مشهودی تیران انقلابو اولی چیزی که جتانتی کرد و ترکمن و عرب و بلوچ هستن و ترکان هم تا اندازه و پدا گشتر چهار کس اول جنینان جتن هنگاه هم باید این گروه هم وقت سازماندهی بکنن و ای پماشا بلوچان چهار کس ممکنه مهمتر بیتن پرچک ماشا دیسته نوشته طریقه خبر طریقه هم چهانیگی ایران حکومت ها و هم عادی حکومت مردمی که فکر کنگین که دیگه رنج خمینی حتما هایی که حکومت بارده حالا چه اسرائیلی کمک کنه چه مشدیت خب پهلوی پیسر ترام یا بری انگلیس کمک کنه یا حتی حکومت انگلیس دار کنه دو میرنده آمریکا کمک کنه خمینی هم بازی نوشیدن غربی ها کمک کو یارت به خاطر دیم گره شوروی ها و کمونیست ها زمانه گیگا هنگام هم ایران حکومت پهلوی هم چیزی هم ندال بود اسرائیلی بیاری آمریکایی بیاری یه دیگه دیگری بیارن ولی چوک جاکت های گندگان که توانمندی نیستن که به صلاح بتون یه کارا بکنن پس که یک چیزی ما گوشت که تر بعد انقلابی بیتین تر بعد که انقلابی بیتین تر بعد رهبری بیتین حالا مشترک یا فردی بیتین تا دیگه چیزی بل تر توانمندی سازماندهی هم بیتین تر شخصیت توانمندی هم بیتین بعد یک بونان لیدریه کشی خوب تا پهلوی شخصیت هم نیست شخصیت توانمندی بیتین پیرو که پیتی نامی هستین تی ولی توانمندی نیست و دومیش سازماندهی مثلا خمینی مثلا اشی هست سازماندهی چون تمامی مسجد و نیروان مذهبی دور دستی آمتی آپد سازماندهی مردم تن و مردم دیگه دامی رابطه هستش اشی که ادانید که ایرانی انقلاب خوب یکم که پماشمه مشمه فایده این مشمه چیز پس ضرر پوات مگینده اشی که مثلا پهلوی نزوری مردمی شه پوات بعد مگینده اشی که پهلوی سازماندهی نیست اشی هم پوات بعد مگینده و تا شر بکنه وتی سازماندهی خوب بکنی وتی لیدرشپی خوب بکنی وتی توانمندی شهر بکنی و هنی انچه مشو گندگی بلوچستان تو که خوب یک شهر ترکیبی هسته ما ایتی گپ هم ترکیبی اوشون رنده دیگه باندی کنم میتن تا دیگران جوستی هستن یا بری هستن باشند همیه که یک همکاری نزدیک ما جنین آجوی زند انقلاب تو که بلوچ جامعه آبهری که سیاسیه و یکم که به صلابت دموکراتیک یا مترقی تر زانتین و به هر یک وقت مذهبی زانتین ایشان تو که جور بود و شانی هم ادامه هست تو نتیجه نگیندگی تا میدونم وقت مثلا پیش تظاهرات و دیمترام تظاهرات بیته که ادا مردمان وقتی بازی نی واقعی ملکا که مثلا نشانه بعدی که این تظاهرات بان تا کسی رو زندان هر روته خب بعدی هزینه داتن هزینه بلوچ نام ثبت بیته وشی مثلا از آهای البته خب بازی نسی ممکنه وش دیگه حزبی دیگه فرد شین نمایندگی بکنه از آهای شی شهر که نمایندگی مثلا بلوچستان و استان گل بکنه و یه من خیلی ساکن شهرین به صلاح ایده این چانی مگایت پرچه که اشیتون بلوچ آ مشکلانی که هستن راحت‌تر حلش بکنن یک مشکلی که طرف بیتن تر آدرسی میبین مشکل که پیتو ولی از مردم خوب از بیکاتن رهبری مشترکین و پد همه دابا و تا دیگه مردمانی که ملکا هستن و دیگه مردمانی که مبارزه کنگن و تا هم مثلا رابطه نزدیک و دوستانه هستن تی و مشورت شانی هستن ادانید که مثلا مشمت تو خوب یه چیز جور بود حالاشان جزئیات انگار لازم نه مردم گپ بزنه چون تو بعدی که انقلاب کنه که برای رژیم دیکتاتوری تو فقط سربسته گپ بزنه و وقتی به صلاح خواستیان مطرح کنه و من خیلی هم یه چیزم بود که ما شده است که مثلا ایدانی که از مردم هستن تا کلا ایران ها و یا تا بلوچستان ورتش کشی که برابری جنسیتی بیتن آزادی مذهبی بیتن و بلوچستان تو که جامعه بیتن که مردم یکی را بتونن شریسه را کار و زندگی بکنن و گویا دیگر هم زندگی بکنن ولی برابری سره زندگی بکنن نه کمتری سره یعنی ما چیزانی که مثلا از مردم تا حاکمیت ملی بلوچستان و تا حاکمیت دوگانه که مثلا حکومت مرکزی یک فدرال بیتین و وقتی تو کاوتی شی باتین و ایشانا مثلا ورد مشمدی تمیز توارا همه خبران چه شخصیت مهمی که رهبر معنوی مرچ مردم بلوچی مولوی عبدالحمیدی زبان هم در کاپتن و این ساکی مزنین خبریت همین برانی که مثلا مردم کتن دیستی مثلا وید هم یاگن و یه توانمندی هم مشمدی استن مثلا گندگی که دیگه بلوچستان سازمان ها هستن که پیسرترا مثلا ممکنه تفکر مذهبی آن تو که گشتر گندگ بوده گندگی که مثلا بلوچی آن تو که گشتر یاگید بلوچ حق مثلا گشتر یاگید
نام هم آده بدل باگند که بلوچیس فرهنگ تو که نزدیکتر ببندن شان خب هر حال تفکرات ایران خب تا از مردم پیسرشان بوده گند ولی من نکشن دانکا خصلت از مردم آیت کردن چه از مردم آیت کردن بلکه شان خب جامعه دیمروی بلوچستان پیش دارند لیکن جوانانی که ات کردن همه دکمه مردم ات که میشه جوانان ولی مردم میشه جوانان مردم تو نه هر کسی بیت های بدل بکنند مردمان فکر توانمندی انرژی آیند که هر چیزی تون بدل بکنند یعنی ما شو گندگی که بازی نه بدل بیان خب من از مردم نظریات خو ما بودیم یه بودن مزانت جامعه بود همین نیمه روت و جامعه همین نیمه روگین و این پما مثلا یک موفقیتی بود ما امیدواریم موفقیت داره سیاست تو که رو چیز چاره اطلاعاتی که در هستند چیزانی که گندگیش روندان و ترندانی که گندگیش اتفاقانی که جامعه تو که کپنته تاریخی که جامعه هستند واهگانی که لوتانی که مردمان تو که هستند اشان چاره اشان تو تبدیل به یک سیاستی کنه تمشید که از مردم ی سیاست تبدیل کنن و تو جو توانمندی بین المللی و داخلی یک مارت ایران هستند که شکل فدرال حاکمیت ملی دوگانه و دموکراسی و شکل بلوچ مردمانی سرزمین پایین حفظ بیتن و یک جا کنه بیتن بعد ایشه به عمل تبدیل میکنه و ایشی هم تا جایی که می دست رسیده خب محدودیت پاس ایران دیکتاتوری ملکی بوده به عمل تبدیل بکنه الله بین المللی جایگاهی بلوچ بده اگه بیتن بلوچ زانک بدونیه تو که کجا نه چی کنه چی لوتیته ملک تو که هم تا جایی که امکانی هست مبارزات یک شکلانی دیما بروانتین مبارزه یک شکلی نه انت بلوچستان ایجا نبوده یکی که مبارزه مسلحانه میکنه یکی که مبارزه مدنی میکنه مبارزه مدنی نباردن چون ایران حکومت دیکتاتوری حکومتی مستبد فارسانه بی تو خبر بکنه یکی دیگه گوشیدن که باید این مفاد مبارزه مدنی بکنه مبارزه مردم انتخاب کنه یکی تو چون گاندی دا با مبارزه بکنه واسه و انگلیس مبارزه کنه که هندوستان پابلیک مزنی پابلیک به انگلیس دوری ملکی آین و انگلیس راتر تو خبر کنه انگلیس وادی که گاندی وقت انگلیس جنگ آین گاندی تو بروتن لندن ها پادشاه بگیندید هندوستان انگلیسه گا گویی همه گودا کالکی گامو چرکا و همه لانکی که وقتی پشتی بسته و زمستان تو که سارتیا هم و تمام وقتی لباسان رفت پادشاه گنده وقتی که درکت خبرنگاران جوسکو که تو چطوره که گویی لباسان رفته که پادشاه برا گاندی هم معمولا جوابی بیت جوابی داده که شما پادشاه پمانو قوتی گودگارا کتگات کافیه تا امی گودانی کای برا بودن چون گاندی کانسپت همی بود هرچه کمتر استفاده بکنه لازم نیست بدن درو جا بگیره وادی که لازم نه گود کمتر ببنده حالا خب درو انسان گاندی نبنده و دشمن هم درستانی چون انگلیس نبنده ادانید که یکی هستین چون چگوارای دا با مبارزه کردن یا چون مش به بالانچ دا با مبارزه کردن مری بالانچ مری دا با مبارزه کردن هر یکی وتی دا با شد که مبارزه یک چیز مشخصی نیست ولی تو بتونه چهشا پاوتی واحد رساگ استفاده بکنه و واحد تبدیل به یک واحد دموکراتیک و به اصطلاح لیبریشن و دموکراتایزیشن یعنی هاجویا مبارزه و ها چیزی که مردمانی وقت ماسترین دموکراسی اشیا هم دب بکنه رنچه که تصور بینی بیته ایتا ممکنه بازی ملک موفق نبوده ولی بازی ملک موفق بوده و یه چیزی که از مردم تو که ما توانمندی پیش که تا از بار بکنه وادی که ما را بحث بکنه تمی پالتا که ماشی باره خبر کده لیبریشن و دموکراتایزیشن که چونه کشی انجام ده همیشه که معنیش سر تاکید کنه که ماشا بلوچستان وقتی صفی بی چون دموکراسی یا فدرالیسم یا حق گره اگه ایران دیگه ژئوپلیتیکی تغییری به وجودیات زمانی بیتن که بلوچ متحد بی یک دیگه ور بیتن کویتی حق هم آده وقت دیلی کاشی بگیرید تا یکان کامل گرای چی نبیته ولی خب تا یک اندازه استقلال مرچ هیچ کسا نیست تا چه ماشو گندگین ترامپ الوتی بازی کاری بکنته بلدت تا آده دیلی کاشی تا کارا انجام بداته حالا چه برسید دانمارک که بیچاره نزانت یعنی گرینلند هم کالوته چی بکن چی مکانتینگ بنی ولی خب تا یک تک اندازه بتونه حقا بگیره ایشی سک مهمه من برام چم کوتا کنن و میتونید که دیگه سنگتان یا دیگه کسی هست دیگه اپا بزنم ببخشید من نبرم داماد راج کشمن منتور ناصر جان تی باز مهربانی چتی دورنگ اپا هنچی یا که تگوشت برای انسان روان تکایند بله شنکه مردم
وده تصمیم بگیرن تو برای مردم میشه آجامن تو که جوان دیگه هستند نو که تفکر کردی و یه چیزی که ما گوش نکنیم که یا که هر ایرانه برای پاکی ایرانی که یه چی بیگه لاتی وقتی نام مصادره کنه که انقلاب ما کارگاه برای یه انقلاب مردمانی که ما کپ خیابانند جنگ کنگاند و تا کشگاند. من مدراتور نه اگر تونش با سنگت هم بودن توار بکنین جهلا چه که جهل مردمان که ملک جان اگر اجازه بده من فقط یک ممکنه 5 6 دقیقه گپ بکنم شروع تگزم. تکمیل ناصر جانی هبران. اولا اجازه بده که یک سلام عرض بکنم درستان خدمت جهل و برز گوشدار بکنم. چیزی که من لوتون اضافه بکنم با توجه به تیتری هم که دست نامنتی نوکین جاورانی باره گپ و تران و آنچه که الان اتفاق کپته و یا اتفاق کپگند هنو شیند که ای 46 سال تمامیت خواهی حکومت حاکم بوگ و علاوه بر تمامیت خواهی از نظر سیاسی پده ایدئولوژیکی هم این حکومت یک نوع حکومت فرقه گرای ایدئولوژیکی مذهبی، چون فرق نکن ایدئولوژیکی تو هم مذهبی ببی هم ایدئولوژیکی فلسفی دیگری ببیته از نظر اجتماعی شان و تجربیانی که ما شما دنیده هستن میشه که تمام اشانی که به شکل یک تفکر واحدی لوتن حکومت به دست بگیرن فرق نکنه که کی ببن متاسفانه باعث بیتن که تمامیت خواه ببن، یعنی تمامیت خواهی یک بازتابی از آن نوع تفکر آکسانی که قدرت سیاسی حاکمیت دستی تهش هسته. نوعی 46 سال حاکمیت باعث بوده که واقعا سکین جهلانکی ابر بحران به قول معروف جور بکنده که هنو نه تهنکا تمام محلوک و مردمانی غرق کرده و همه ابر بحرانانی که به وجود یارتگه، بلکه وتی جندی هم غرق بوده و امیدواریم که به هر حال واقعا هفته ها گیرده طول مکشی که بپروشاد چون بباد و بعدی هم بالاخره مردمانی حاکمیت به دستش برسیدن توشم. نو ادانند که این 46 سال سرکوب، این 46 سال گرگ و زندان و شکنجه در واقع یک نوع تروریسمی حاکم کرده این رژیم جامعه ای سرا، یعنی یک رژیم واقعا تروریستی از هر نگاهی که بلوتیم بچار، یعنی حتی ما معنی به اصطلاح ظاهری هم که تروریسم هسته که همین گو دراش هم انجام بدن تاش هم انجام بدن که فقط برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردمی هست که انتظار هست این حکومت مردمانی تأمین کننده خدمات اجتماعی ببی، خدمات بهداشتی ببی، خدمات آموزشی و فرهنگی ببی و و و و و ولی متاسفانه این ستمگریانه که کرتگنتی و هنگت هم همچنان ادامه دیگندش و کوتاه هم نیایگه ایشی باعث بوده که الان این شرایطی تا که ما شما هستین و و انتظارش هم همیشه بوده که تروریسم دولتی اینچنینی ایجاد یک نوع ترس یا و ناامیدی بکن محلوک تا مردمانی تا. بله به حال مکنه مردم وقتی که آگاه ببن و خوشبختانه این عصرهای جدیدی دورانهای اجتماعی جدید واقعا دورانهای آگاهی رسانی هست. یعنی مردم وقتی که به حق و حقوق آگاه وقتی که ببین طبیعیه که در مقابل کسی که حاکم تو تمام قدرت دست نتی جنگ تو پروشی بالاخره به یک شکلی پادیه در مقابلی چه ماشوا دوران در نظر بگیرین لحظه فیلمی من فکر کنم ماشوا تماما دیسته در ارتباط با نظام دوران بردهداری چطور کار رومران بالاخره پروش و با توجه بیشی که آخر بردیان در واقع به یک نوع همبستگی رستن تو ایشان و در این حال مثلا ما شما همین انقلابی که فرانسه تا به عنوان انقلاب کبیر فرانسه که یه حالت مثل قبلی ساختارهای حکومتی که هستد شاهانتن تو نظام برال مختلفش هم هستد و مردم هم به شکلهای مختلف رعیتتن فرق نکن چه حالا یک کلاتی ببیتن که یک حاکمی ببیتی یا اینکه یک حاکمی بتوان
ده ها و صدها دیگه کلاتان واجهان زیر ویتی قدرت بیاری، مردم به طور کلی به عنوان رعیت بودن توشن. ولی آگاهی پده باعث بود که گردن در قرن مثلا 19 که انقلاب کبیر فرانسه به وجوده تبدیل من به شهروند. منظورش این که این تکنولوژی ارتباطات کنونی واقعا این قدرت سانسور این تمام ظالمانی آنچنان جهل یارد پروشتنتی که همشین که ما شما گنده الان دیگه چیزی نه این که کسی سرپد ببی در رابطه با ایشی که یک نفری حتی الان روچی تا یک تلفنی دستی ببی به عنوان واقعا یک شهروند خبرنگاری. نو ادانند که این آگاهی با توجه به این سرعت و رشدی که در واقع همی آگاهی رسانی بوده وشا گندگینگ همی ترس و ناامیدی مردمانی با تمام وجود این کشتار سرکوب شکنجان آنچنانی که مجبور به اعترافات ناکرده ها بکنند مردم ها کسانی که گرفتارند شده رسته پی جاگاهی که الان جمهوری اسلامی وتی هفتهان و ماهان باید حساب بکنه و ایشی به نظر من یک تحول سکی توهینیه که باعث بوده که مردمان بتواند پوتی حق حقوق پاد بیایم. یک نکته دیگری که از نظر تحولی به نظر من توانتی واقعا مثلا که تقریبا خیلی کوتاش بکنم بودی ایشی که این با توجه به اینکه برحال از همه ابتدا مقاومت بوده در مقابل جمهوری اسلامی، کردستان بگیریم مقاومتش کرده، بلوچستان بگیریم مقاومتش کرده، از کل تبعیضات اهل بقول مذهبی که اعمالی کرده بر علیه مردم ها، از اهل سنت ایران بگیره، بایان بگیره، دراویش بگیره و و و و تمامشان در هر صورت به شکل‌های مختلفی مقاومتش کرده، رزिस्टنسش کرده. واقعا حکومتی سابق دیما تا رستگم پی جاگاه ها مروچگی جاگاهی که واقعا دیگه به یک حالت تعیین کنندگی سرنوشتی رسته و این آگاهی رسانی و تکنولوژی ارتباطات باعث بوده که مثلا مثال دارنشی مطرح کنه نشی که بینی باور همشین توشه، ولی گندگی که مثلا انقلاب ژنژیان آزادی وقتی که چست بود و تاثیر خیلی سازنده مردمانی سری هشت که هیچی، بلکه واقعا به خاطر همین تکنولوژی ارتباطات اصلا یک انقلاب جهانی با اندازه بود که مردم ها اعلام که خارج کشور بازی کسانی چیش که ما ایشی ناما هلی انقلاب جهانی جنینان. نو با توجه به این آگاهی که مروچگی روچیته ها این همبستگیان به این شکل در واقع وجودی حتی تو دارن دیمار روان. یکی از تحولات بسیار بزرگی که هسته به نظر من ایشی یک تحول واقعا قرنی باید نام بلیم، یعنی یک دوره ای از دوره های اجتماعی انسان و انسانیت نامی هلک بید. قبلا ها قدیم ها واقعا قهرمانان بودن، کسانی که برای لجند به قول انگلیسان بودن، شان تبدیل بودن به قهرمانان یک جامعه، آیان توانته عامل تغییر ببن. ولی در قرن اخیر با توجه به ارتباطاتی که واقعا خیلی قوی بوده، تعیین کنندگی رود به توده های مردم، نه اینکه به هر حال شخصیت نقش نیسته، افراد قهرمانان اجتماعی نقش نیسته، اما تعیین کنندگی برای تغییر و تحولات اجتماعی توده های مردمند، پابلیکند که آخر در واقع توانند سرنوشت تعیین کنن و رقم بجنن. یعنی انقلاباتی که وجود در قرن 20 بلوت حساب بکنی تا همین الانی که هسته، آنچه که به وجودی حتی جوامع تا واقعا توده های مردم بوده و خوشبختانه الان با توجه به ایشی که نسل زدن به قول معروف به وجودی حتی الان با توجه به همین تکنولوژی ارتباطات باز هم که اشان رستگم پجاگاهی که الان دیستین که ما آخوندان ایرانی تهار رستگتن پا یک جاگاهی که موقعی که خیابانان سر رفتن بازینی مجبور بوده وتی امامیان و سران گودی دستی بدارن تو راه بروانشان. ایشی بنگر ایشیند که آن چیزی که تا این وحدی تحت نام شاه یا خان یا حاکم بر علیه کسانی که رعیتانش بودن یا امتانش بودن کرتگن شاه
و کارانی که آخوندان این دار دسته ها به عنوان ابزار استفادهش کده از دین و روی مردمان آنچنان شکرته که به عنوان ایشی که به قول معروف امت یک دین و مذهبی حتما هر آنچه که این آخوند یا این مولوی یا آ مولوی یا این نزانو چیه یهودی یا مسیحی گوشگن تشویشان ایمان بیارن حتما آدم آپ میکنه اگر نن جایش دوزوی تا رو پرشتگن تشا در نتیجه آگاهی و در نتیجه ایشی که الان مردمان دیگه از رعیتی و از امتی گستگه و به عنوان شهروندان برابر حقوق تحول اجتماعی که الان من واقعا وقتی که نارم فکر کردم سر ایشی به نظر من ایشی یک نکته خیلی خیلی مهمیه که مروچیگین روچی تا هم مروچی که من داشت اخباران چارت دختران بلوچ در واقع به همراه مردینان در خیابانان بلوچستان پایحتگم و شعار برابری و آزادی حق و حقوق وتده ایش یک تحول اجتماعی آنچنانی مهمیه که واقعا انسان سک امیدواره ببین تغییر و تحولاتی که الان دیمای آیگن تو برال به وجودی آیگن واقعا به وجودی آیگن تو ایشان نو ادانت که این نقشی که از نظر اجتماعی و از نظر حالا هر نامی دیگری پری بیلی نوشا به توده های مردم در یک بوته بیال مکنیم ماشمی تا هستند بسیار کسانی که واقعا برای شی که پوتی حق و حقوق برسند برای عدالت برسند برای برابری برسند هر یک بر مبنای ویتی ایدئولوژیا و ویتی عقیده کوشش کرده که برای گام چیز بکن پاد بیاین و ماشما شاهدم بوته و شاهدم هستیم بلوچستان تا بازین کسانی با توجه با جو خیلی شدید مذهبی که از نظر ته جامعه در واقع حاکم بوده ماش و شان تماما جای میده نگم من نمیشه سر بحث بکنم ولی در هر صورت خب خود جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار یعنی ساختار نقش بوده که همچین فضایی به وجود بیه به محض اینکه جمهوری اسلامی متوجه بود که نیروهای مذهبی بلوچ الان در واقع وقت هم فکر کنه که روی دین تگندی الان در مقابل پادایان دیستین که بر علیهش پادیاتن و نهایتا همین ماشم نیروهای مذهبی اسلحهش به دست که برای دفاع از حق وقت برای دفاع از حقوق برای آن چیزی که هم باور انتش و چیزی که فکر کنن بر مبنایشی که عدالت انتشام و در مقابل مبارزات مدنی که بودتگت و بوگت تحلیلش هم همشیت که این جمهوری اسلامی که اصلا قبول نکنت مبارزات مدنی هم. و هیچ چیز اصلا باورمند هم نه و جز کشتار هیچ راه دیگری نی به همین دلیل اینکه دیستین که مثلا حتی جمهوری اسلامی یک مبارزان مدنی مثل شهید زنده یاد یعقوب مهرنهاد که واقعا هیچ چیز از نظر ایشی فعالیت آشوبگرانه به قول جمهوری اسلامی بکن نکردگی گفت تو اعدامش کو و ایشان تمام توجیهانیتند به خاطر تقویت روحیه همه کسانی که دست به اسلحه ببرن و مبارزه مسلحانه بکنن ولی خوشبختانه یک تحول تند به حساب بیایید بدون شک یعنی منی باورش حالا ممکنه خیلی سنگتان دیگه تفکرات دیگریش ببینید خب هر کسی هم حق به هر حال ببین که مثلا دو الان دقیقه وقت بخش بده از من رحیم جا من 2 دقیقه وقت بده میگذارش که ده و زودتر من که دستگاه توی جاگاه که پدر من مجبور در بود اوکی نه بگاش حتما مرزانه نتی وضعیت زانم بفرم جی منتوار من سنگتان دستبندی کنم که هم یه گزارشان راسته که هم چابهار هم ایران شهر چنین وادی مردم اگر تخیابان اینترنت هم سک بند کنت نیست سنگتان من دستبندی کنم براتون چرا که نشته که هر کس موقع تو میتونه تصاویر و شعارانی که بوده در فیلمانی چیزی که بوده هستش یا اینترنتش دسترسی هسته ماش دیم بدم و خواهش کنم هم چابهار هم ایران شهر هم جاهای که دیگه هم شکلی تو چنین وادی اینترنت در سنگتون رو دستبندی کنم که یه گزارشان برسیدن به ما و دوم واجه عزیزم دوشی سگ اصراری هست که مولانا توییت بکنه اتفاقا مروج توییت جتگد حمایت کلی و سرتاسری کتگد چه اعتراضات و یه توییت هم هست واجه عزیز جان اگه هم بتونه بیچارتی من خوشحال بود ولی من فقط خواهش میشین که اگه هم چهار سگ شروع کنین سگ شوهران گذر از نظام گذر از چی جمهوری هم خداوند رحم که باند Porque internet هیچ دسترسی نیست که کنتا کنسک انچو چقدری یاید منت وارد سانگتا می دستبندی کنم شما برسید خیر پریم جان بخشید
نه مجبور خواهش که کنم گزارش سلامت رو بده. برال امیدوارم که تو هم برات منتظر پگومگی یک باته منتظر مجهز باش. درصد ما جبران کوتاه کنم با چی که من گنده که برال تعداد از عزیزانی که هستن جهل حتما لوتن بیان برزای زر نظر بکنه خیلی خوبه که ماشما چالش های فکری بگو هم دیگه را نو در مجموع بلوتم تی گپان جنبندی بکنه همشید که این اهمیت دیگ و زانگ ارزش توده های مردم در کف خیابان ایشی یک دستاورد جدیدی است که تعیین کنندگی تحولات اجتماعی ضمن ایشی که عرض کنم من ایشی که مثلا شخصیتان چون که نقش هستن در شکل دهی و در همین سازماندهیان روشانه که هستن تو ایشا ولی گندگی این که تاثیر و تحولات اجتماعی که گندگی بی از طریق مردمان کف خیابانه ماشما سک باز دور مرویم ماشما بلوچ هم وقت سک باز دور مرویم همین جنبشی که بلوچ یک جهت کمیتی با رهبری بسیار از ماشمه عزیز این زهگان جنین زهگان در واقع بود انجام داد البته با پشتیبانی مردین زهگان دیستین که چه نقش واقعا مهمی در تغییر و تحول ذهنی و فکری و اصلا همه حق و حقوق که مردم بلوچ هستن واقعا هشتی و اشان یا حتی همه جنایتی که واقعا جمهوری اسلامی انجام داد با توجه بیشی که عزیزین بلوچن در کپتگتن برای دفاع هم از حرمت بلوچ با توجه به اتفاقاتی که کپتگه تا تجاوزاتی که انجام گرفتگند شام و هم در همبستگی با مردمان سرتاسر جامعه ایران اما انقلاب زن زندگی آزادی دوران گوشن که چنین که ایشی اثر هشت سر تغییر و تحولات در درون جامعه همین گپ که تو که الان رؤوف جان وقتی که مثلا یه شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید در ارتباط با ایشی که برای همبستگی توارکه همبستگی کیر توارکه همبستگی تودهان مردم کل این کشور داره در واقع توارکن تو ایشان وقتش بیانگر همین مثلا که واقعا تغییر و تحولات بسیار بسیار عظیمی از این جنبش انقلابی جن آزادی زن زندگی آزادی به وجود یاد و دیمار روانه و همین جنبش انقلابی دیمار روانه و بدون شک نتیجه 100% هم دنته حالا به قول معروف ممکنه دیر زودی ببی ولی قطعا انجام میگی یعنی شی آپم مشکلی هم نه که به قول معروف مردم سری شک داشته بی من میری نکته نهایی آدگر ایشیت که متاسفانه برحال تمام انسان هنچه ماشما پهک هنچه نوشا خیلی از ماشما کسان که از نظر ذهنی باورهای ذهنی واقعا یک سری باورهای ذهنی هستن به شکلی که لوتین چیزی که لوتینی یا پهکین چیزی دستین برسی یا اصلا ول نکنین در واقع یا همه چیز در واقع بنیاده که متاسفانه این باور ذهنی الان باعث بوده که در میان اپوزیسیون یکی از ضعفان بسیار بسیار مهم و بزرگ این که جامعه ایرانی تا دشمن که در وهله اول جمهوری اسلامی در وهله دوم همی در واقع باور ذهنی یا همه چیز یا هیچ چیز ببی باعث بوده که بین اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی که به نفع جمهوری اسلامی تنی و تمام بوده شاه ایشیند که همبستگی به وجود نیهده حالا امید هست و امیدواری هست که به وجود بیاد منتها فعلا گیرانی سک بازه و این یک گیر یک مزنین گیرین از نظر سیاسی که جمهوری اسلامی توانتگی به حیات و ادامه بده ولی امیدواری همچنان که توده های مردم الان دیگه زندگیش رسته به قول معروف دیگه همچو غرق بودن که انگار دیگه آبش 15 گوسته که مجبورن دیگه حتی تا شپان هم بالاخره بدارن دی خیابان انتها این اپوزیسیون هم بتواند واقعا یه شهامت و جرأتی ببیتن که از دیدگاه های یا همه چیز یا هیچ چیز و یا اینکه به قول معروف وتی خط مشی جندی بعد برسن به جایگاهی که هرچی زودتری همبستگی در میان اپوزیسیون هم به وجود بیاید چرا که مروچگی روچی تا این جامعه پیش داشته و پیش داره که رهبریت فردی اگر چنانچه فرد متوان جمع گوت همراه بکن غیر ممکنه مگر اینکه واقعا به قول معروف یک نیروی آسمانی از یک جاگاه دیگه بیه بلوتی یکی کنچین مثل کمکی بلوتی بکنن ولی باز هم حتی اگر یک نیروی آسمانی بیه کنچین کمکی بکن تا زمانی که معضلات اجتماعی که هستند تا زمانی که جنبش های اجتماعی که هستند
آرزوها و آمال و خواستانی که هستندش مرسه، متاسفانه حتی پس از به قول معروف چیه آسمانی هم کمک آسمانی هم که برسی، موزلات در جامعه ادامه ودیه کنن و باز هم مجددا باید برن دنبال تغییر و تحولات اجتماعی وشن. من ارزان هم تمام کنم و امیدوارم که به هر حال سنگتانی که جهل هستن، عزیزان و بزرگانی که جهل هستن، هم بیا اظهار نظر بکنند و همیشه که اگر چنانچه جست و پرس چیزی بتونیم با هم دیگه بحث کنیم با هم دیگه. منتوار من میکروفون بنده. سلامت می واجه رحیم چطی پاسوا مهربانی دی من من امید کنم که من آتین دان نبیتم اینترنت کم که مشکل هسته من یل رو پچتا جو سکته و رو پوتی پاسو امید کنم که گفته و سعیمتان چه شما دستبندی کنم که بودن که مدراتور مدراتور من نزانم که دست برزه که لوتی بیایتی چی که اگر شما منو گوجه کو بده سک شهر من دیرن شما را چی کنه چی که من نگیم دیگه اونا که دان کسی دست برز کنه چون که من مدراتور نه من سنگت نزانم رسول دست برزه به اضافه برو بیا ورتی شما برزا ناکو عزیز هم بگشت بیت برو برزه. ملکچه من ترا هنو مدیریتر کو ببخش وجریم نه خواهش پایل میکنم تو داری هسته چه دیوانه پمیش که هنو پده مدیریتر نه ته نو من هنو ترا پده مدیریتر کو بله فعلا کسا دست برز نکوتا بله اگر واجه هم بانو کن کسی لوتیت بیه برزا گپ بکن واجه رسول دست برزه من رسول یاران برزا یدگه واجه بانکن اگر هر کس لوتی بیه برزا گپ بکن بیتیم بله منی دست بندیشی که ماشما وحده حیالداری هم بکنی اگر سنگتان وتی حیالی هست در شام بکنه اگر جستی هم هستی ماشما گوند وتی جستا بکنی که منزانا این شپگین دیوانم همچون که هم یدگه بانک واجهان هم لوتان وتی گپا بکنن پاکن وقت برسی من پیسر چشی که وحده واجه رسول بده یا شی که یدگه واجهان یا واجه رحیم لوتو وتی گپا بکن من بند کد پهلی لوتا من بس یک ادا خبری چی هست البته حالا تا چین چکا چی انت ایران وای را یرکتا من شفت دا بازگو کنم که گوشی که رضا پهلویه لوتی برو اقامتگاه ترامپا گو آیا ملاقات بکن حالا اصلا شی تا چه حد انت یا اصلا یه امکان پذیر بیت یا نبی آیا من نزانا بله ما شیا فرض بر شی گرین که یه چیز امکان ببید و ادا یه وسطا پدا شان بلوتن به هر نحوی حالا 1% هم مردم یه چیز اگر محال یعنی امکان پذیر بزن رضا پهلوی پدا بلوتند بیارند و همه سیستما ادا پیاده بکنند که پدا یه سیستم دیکتاتوری با یک دیگه چهره گو کرواتا بیتند پدا ادا و یک حکومت مرکزی ببید که آیا بتونه هنو هم که مردم زان یه شرایط تو که جمهوری اسلامی هشان خب به هر دلیلی سو استفاده کنگند حالا ایرانی معادن بند یا یه دیگه چیزان بند به صورت ارزان بها برگند تو زورگند پدا بلوتند یک دیگه حکومتی هنچو بیارن که دست نشانده ببی من به عنوان یک بلوچستان استمان گل باسکی جستا نکنم به عنوان یک بلوچی که حالا بازینی منزانو ملک تو که هم یه دغدغه هستین اگر به هر دلیلی پدا شان بلوتن یک چشی حکومت دست نشانده بیارن بلوچستان استمان گلی فکر چیند ایده چیند تو نظر چیند آیا توافقی لوتند کو یه جریان ببید یا اصلا لوتند کو اشام پدا بنیندند و در مورد بلوچستان گپ بکنند یا شی که یک دیگه سیاستی لوتند دیما ببرند اگر چشین اتفاقی پدا ایران تو که بکپید تو جمهوری اسلامی برو تو پدا بلوتند پهلوی یا همه حکومت شاهنشاهی پدا ادا پیاده بکنند بالکل
işin در کلشون işin که بلوچستان عثمان گلی نظر یه باره چی و چی دوتیت و یه باره اصلا حاضر بند که گو یه سیاست کنار بیایند یا شی که پداوتی همه سیاست مبارزه که یه مدت تو که کتگ تمایی دیما برن سلامت به مهربانی حالا شیا اگه واجه رحیم یا جناصر پسو بدهند من زانم که بعضی سنگتانی هم یه چیز جست هستیم با اجازه سنگت ناصر، چون سنگت ناصر پیسرم برای باره یه هزار نظری در رابطه کو و اگر من بلوتن چیزانی اضافه بکنم با نکتهانی که ناصر جان مطرح کردند ایشی که بچار از نظر ایشی که پادشاهی خواهی یا نظام سلطنت مشروطه به عنوان یک خاصی هست الان جامعه تا مطرحه شی به عنوان یک واقعیتی، یعنی ما نتونه همدیگر منکر ببینیم و کسی هم که موضع حذف برای وجود یک پدیده بگی، پدیده اجتماعی منظور یک چین تفکری که هستن توشان، خب ایشی من روی این دوران تا قابل قبول نه. هر کس بیبلوچیتن که استبداد به خرج بدن توتی فقط منین نظریه دیگران نه. اما واقعیت ایشیه با توجه به امتحانی که جامعه بشری در این رابطه داده بوده و اگر چنانچه بروچی ما گندین که هستن لحظی کشورانی که به اصطلاح پادشاهی هستند ولی نسبت به خیلی از کشورهایی که جمهوری هستند دموکراتیک ترند و پیشرفته ترند، ایشی یک بازتابی از این مسئله این که حاکمان تنش داده بوده به تحولات اجتماعی. مثلا ایرانی دا تحول اجتماعی که به وجودیت واقعا انقلاب مشروطیت که ایران تا بود و اگر چنانچه انقلاب مشروطیت توسط کودتایی که انگلیس کو و رضا شاه پهلوی سر جان نندید پد آیش در کو محمد رضا شاه شاد نندید بعد از اینکه دیستش محمد رضا شاه نتوند چیزانی که آن لوٹن بکانتش آیش هم در کو خمینی شاد نندید. ایشی باستاب این نکته این که اگر چنانچه یک همچین ساختاری در داخل ایران ببید که تمامیت خواهان حکومت در دست بگیره، ایشی معنی کاملا ایشی هست که حتی اگر 10 تا دیگه رضا پهلوی هم بیارم من این دینن تی سر جاهی باز هم آن معضلات اجتماعی حل نبند و حل نبوگی معضلات اجتماعی یعنی باز هم بالاخره تنش و کشمکش در جامعه و یعنی شی که به قول معروف انتظاراتی که هستیم باز این کسانی رو که یک استیبیلیتی به قول چی باشن برای توسعه اقتصادی به قول معروف یک ثباتی به وجود هرگز نیایند. پچه که ایرانی بزرگترین معضلی که هستی تبعیض نهادینه 100 ساله ایند که این حاکمیتان تمامیت خواه حاکم بر ایران بر علیه ملت بلوچ، ملت عرب، ملت کرد، ملت ترک، ملت ترکمن، ملت لور و برحال نامگرگانش با بازم چون تاریخا ایران یک کشور کاملا متکثره از نظر تاریخی بلوتین به قول معروف هزارها بلوتین بروینشان و سیستم فدرال و سیستم تقسیم قدرتی سیستم که شاهنشاهی بوده و شاهانی بوده یعنی که دیگه جاگانی شاهانی بوده که فرهنگ جامعه آشنای گویی مسئله. به همین دلیل اگر چنانچه با ذهنیتی که تنی وعدی آقای پهلوی پیش داشته و با توانایی که تنی وعدی پیشی داشته متاسفانه یایگی و سر قدرت برگی دقیقاً و 100% بدون شک فقط به نفع همین ابرقدرت های جهانی تمام بید و نه به نفع مردمان ایران، چرا که مردمان ایران آزادی و برابری لوتن و این آزادی برابری فقط برای شهروندان یک دست نه، چرا که ایرانی تا شهروندان متفاوت هسته. پس حقوق شهروندی فردی و حقوق شهروندی جمعی باید به شکل برابر ایران تا باید اعمال بی. اگر چنانچه مبید غیر ممکنه. حالا در هر صورت در پاسخ به مسئله که داره مطرح کنه خیلی چیزا هست از کنترل نظام من و تو و ایکس و ایگرگشان درند و اگر چنانچه ترامپ انجور رفت به قول معروف آقای مادوروش بوده چس کورت بورتی بوده تو هم خامنه یه چس بکن تو رضا پهلوی بنین دینیتی بوده. ادا یک همچین شرایطی وقتی که پیش یه
ما به عنوان حزب مردم بلوچستان به مبارزه و برای آزادی و برابری که اگر چنانچه حاکمیت ملی که به عنوان خط استراتژیک حزب مردم بلوچستانه و حق مردم بلوچی یعنی چون که مطرح کو سنگت ناصر که مردم بلوچ وقتی که گوشین زبان به عنوان معیار نه این کار که بلوچیه برکن فقط بلوچی ماشمار او دا بلوچانی هستن که واقعا فارسیه برکنه جدگالی ها برکنه براهوی ها برکنه و شاید اصلا از نظر تاریخی هم بلوچن بچاره شاید ریشه دارترن در واقع مثلا براهویان بلوچ منطقه تا حساب بکنه ادانت که هر آنچه که در هر صورت به عنوان این حقی که برای مردم بلوچین و یک حقی این حاکمیت ملی تا زمانی که شی به دست میته و ما خواهان حاکمیت ملی حتی به شکل نسبی هم هستیم به همه دلیل مثلا همه چیز یا هیچ چیزی که من پیسر مطرح کشمی خدمت ها به همین خاطرند که در ارتباط با این حقی که حق تاریخی مردم بلوچه و به اعتقاد ما تا زمانی که حق بلوچستان تا به دست میه نه آزادی و برابری جنین و مردین وجودیت و نه فشارهای طبقاتی که بوده هستن توشان توان حل چرا به دلیل ایشی که همیشه حتی طبقه کارگر آن مردمی که حاکمیت دستنتی امتیازاتی نسبت به طبقه کارگر بلوچ و نزان عرب و یدگر و آدگر و کردشا متفاوته با به همین دلیل ما خواهر یک جامعه هستی که جامعه تها اگر چنانچه بلوچ کرد ترک عرب فارس پهکن در چارچوب یک کشوری به نام ایران لوتن زندگی بکنه این حس باید به وجود بیه که من بلوچم حس بکنم که من ایرانا و ایران مال منم مال ایرانا که متاسفانه تا این وحدی در این 100 سال گذشته چیزی جز واگرایی نتیجه ای نبوده به خاطر حاکمیت تمامیت خواهانی که ایرانی حکومت ایشانی دسته بوده ببخشید من بوده برای گیشتر نکنم من اراز همشان سعید جان به هر حال در صورت اگر چنانچه سنگت ناصر یا دیگه سنگت اندری رابطه بلوت خبر بکنن تو خبر بکنن من نطور سلامت به وجریم نشمه پسوی که داد من یلا کوتاه و کامل و برابرت و شی پیش داری که بلوچستان استمان گل با بلوچه و تمثلی واسطه هیچ ورا نلوٹی گو هیچ قدرتی یا حکومتی که ایران تو کبیته آیا بدل بکن که معامله بکن و وتی همه سیاستی که هستنی و استراتژی که هستنی همایی دیما با سلامت به مهربانی من گشتر گپ نکنم ملک جان تو نه دیوان دیما ببره و منی حیالا واجه رسولی باریگن تو آی تون تو تی گپا بکن مهربانی تی سلامت باشه سعید جان. اه، ها وجه رسول نوبت وجه رسول گه وجه رسول تی باری گه اگر تا گپی چیزی جستی هسته و من یه دستبندی هم کنم اول از مدراتان که مدراتان شما هم مروی چی مزانه که باید بیل کنید که 2 ساعت یا 3 ساعت ماشین رشت کنید باید کم کوشش کنه که پاسوانش کوتاه بند و آیانی که چه جلان کنند و تقریبا تا 2 دقیقه وقتی کومنت ها یا که وقتی نظر بدهند مهربانی وجه رسول باید تیجی سلامت سلام دوست براتو عزیز و باجان آصف جان و برزگان و رحیم جان محمد و سعید و واجه ملا زاده ببخش ملا زئی زیبا اگر شما اشکال نگیندی من فکر کردم که ما وقتی کلام و کاغذان تو کار یا وقتی چیز شعارات دو باشین که جنینا مقدمن اگر امکانی هست بانوک زیبا چپنا پیسر خبر بکن من رنده خبر کردم که اول ما یادم گور زیبا گور واجه ملا زئی بانوک زیبا لوٹی خبر بکن تو پیسر خبر بکن من یه با آی سکوت چی همشه که رضایته توتی گپا بکن من سلامت دوستی گپه بیکو چون دو دیگه من فکر کردم سلام علیک من کافیه مشارطه من دوشی گروهی ما گپه بیکو شما انو دک 7 دقیقه شروع کتا انو 8 21 دقیقه سب که شما یک ساعت 10 دقیقه بعد کتا من زانم که شما ده وجه رحیم ناظر انگار نیم ساعت لازمه
حدود که من فقط سلام دعایی بکنم شاید دوستان یه جزی فقط ریم گفت دیگه چه من باز بر نکنم من گفت کو اما دوی دقیقه کم باز شما را ایلی آیش با سلامی بدن و مدل باشی بی ولی سید بن جوسکو و ناصر جان اولین باره اولین رنده که اگر به عنوان یک موضع رسمی چه حزب استمان حساب بکنه که سلطنت طلبها نامی که و در موردشان به صورت روشن نگشتی که به موضع چی گویشان ایشان پاک زن من نتونم بازی سلطنت بینش که دگران با بلکه واش نبی وش انه اتحاد تیم پچی ولی یاد نام اگر بر مدرو اتحاد بیم برای ناصر شهر پچ کو رحیم شهر پچ کو ایشان موضعش چیه فکرش چیه خیالش چیه ایشان هیچ بار امکان نیست که کوچکتری خواسته ای مخصوصا ایشان نماینده سرمایه‌داری بزرگ از سلطنت طلبها ایشان و بلوچستان راجز رو بشه هیچ بار نزدیکی نکنند این ولی حتی باز کوشش کرده شی من ندونم یه لفظ چپان استعمال کنن شی سکی ناتوانی مردمی فرنشگرد داد گپ گو سر از آن ولایت معتدی و که باز این چیزی شد چیه کتا هیچ جا کامیاب نبود تا آخری جاگایی همین آلمان 5 6 پروژه شد کتا هیچ پروژه کامیاب نبود تا و پس شی برنامه ایشیه که نوشته دفترچه شی برنامه تو که هیچ امیدی نیست که بلوچ راجا شی من دودک بود تا بنا بگاش دودک گشت بر نکرو بچه قانون دو اند و دو ما بریم شارک رسول جوب سيدي كتمنية برام بكانت مثلا إني تخبر كم 5 دقيقة رواتبه منت واد ولی من کوشش کردم آدگر اومد برسی بعد من فکر کردم شما همین چیزی که ناصر اولین بار در مورد نام سلطنت طلبان و رحیم ما که گوش چو 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 با توجه از نظر تاریخی ما باشه از نظر ماتریالیسم تاریخی براتون گریتی یه شاه و شاهان با ما شما هیچی نکردن موقعی که شما باشه تشریح که سلطنت طلب تا اشاره و رحیم کم گیشه پاچ کو ایشان باره انچ واجد سعید کم که روشتر جوز کو و رحیم به صورت محافظه‌کارانه جوابی داد ولی من فکر کردم هنو یا اساس بنیاد شما را این حق بود تا باشه به حقی که در مورد این شاه و شاهان همیشه باید خبر بکنی که این شما وظیفه من باید من فردیوم من متکارا کارو نکنم که تاثیر بکنی من بیشتر شما که تاثیر یک کار شما پیشتر بکنی و همین بکنید نقصان نیست که رسما همیشه در مقاله آرتیکل کنفرانس چیزی بی ایشیا نزدیک ببین ایشی اما جنوکی کارگری بس دیگه همیشه بارا گشتر کم که شما بنویسی بگوشی جرأت بکنی شما را هیچ نقصانی دلگی بچی شما همین مگه شما باشی هیچ موضع مگری باند هنو پشتاک شما بیچاره یک نفر بندید رئیسی نامی کشی در سلطنت در رهبری دیگه شما داد بلوچستان تو که شما نبا چه حزبان نبا دیاماتر بچه ما سیاسیان باشه در سلطنت در رهبری دموکراسی برابری نه شاه نه شیخ بازی شاهی بلوچستان تو که زمان 401 دهک بود ولی هنو متاسفانه شما این موضوع رسمی نگرفته با شما دلایلی هستین ولی برین امیدوارم شما تو کنفرانس تو کای مثلا توضیح بکنید انشو سید واجد سید تاجداری ها تاجداری فامیل نزن ها اگر غلطم سید جان اشاره کو شما توجه بکنید بعد که اگر به طریق شما گوشتن ورته وبی بلوچ راجر سکی نقصانی ایشان قدرت ها پول ها میدیای هست ذره ها مثلا دولت پشت ما شما تو زندی های اروپا کردن دورده همه جا که باشما نمیدونم کجا شده من دیگه گپ پیدا جنم من یه چیزی در مورد جهاد یک چیز دروغ بعد پرام یه توییت موادی مولانا صاحب پیام پشتیبانی داده و الان وقت جهاده الان وقت جهاده و من وقت جهاد نامینه رو اسلامی داده گشته یعنی زمانی که بالفعل مردم از حرکت های نظامی استفاده بکنن این حرکت های نظامی از در کلاسیک و سیاسی زمانیه که دوران حرکت های توده سه برله یکی دوران انقلابی یکی اطلاع انقلابی یکی موقعیت انقلابی در موقعیت انقلابی دیگه اودی حق جهاد بلوچه ها انو بسیار زوده جانزی با گوشی دروگی و بدوار دروگی بیت انو جهاد تیم نه انو ما بلوچستان مخصوصا بل بازار شهر پارک بعد این جهاد شهر شاهینه جهاد ترجمه میکنه به حملات نظامی پادگانگیری و جنگ و در روگ شهران تو که پاسگاه یک چیزی که هنو تیمی نه هنو من فکر کنم انگار اطلاع انقلابی هم نه حتی یعنی دوستا جاگا شهران لرستان مردم حمله کرد و سک جتا که
یعنی انو ما شعار حمله نظامی و کاربار و شهرات دوگا ما نتوانیم بلکه مولانا شرایط زدم متگپا گوند گرم من نتوان ناسجات من کم پرجه داتو رندا تیبو ما گوڑا گپی جرین امیدوار بدروگ بیت امیدوار بدروگ بیت جواد بابات کنو باش من نشته گوش دار سلامت باته وجه رسول مهربانی یک جان کامنت بدیم بران سرا او شر سلامت به شاید که می مشکل با ایران هماشیزی تو سیستم آیه روش کاری آید و خب پهلوی آباد یک پتی چی بگوشنتی برنامه استراری داته گی تو زانه های چی لوٹی پا آینده یا تو تونه گوی مخالفت بکنه سلطنت اگه مخالفت کنه اگر خوب شی که ما چه پیسر جمهوری خواه تگین و اساسا نه اعتقادی پیشی هستیم ما حزب محول همیه برکت حاکمیت که ما محول اگه من مقالیان تا بانه که ما طرف حزب رابطه خبر کتا ای جمله تا مجلس فرانسه ای جمله تا مجلس آمریکا که هر دو جاگان یه مسئله سره تاکید کتا که ما باید گوشین حاکمیت یا کشید که ما نه تک حزبی لوٹیں که حزب کمونیستی بیتن یا حزب ناسیونالیستی بی حکومت کن بلوچستان اب تنهایی و نه اسلامی یک مذهبی بیتن چون که خمینی گا و نه یک پادشاهی که مثلا بشه ملک خوب یه چیزا هستن دیگه ما همه چیزانی سرا ما گاشته ما حاکمیت مردم حاکمیت ملی لوٹیں ما همشون دیما شیشته هر یکیشی گویا بازی مردی بودش مخالف بودن چون مثلا یکی معتقده که ممکنه یک حزب بتونه حکومت کن تو اشتراک حاکمیت ده مردم ها یکی دیگه گوشیت حاکمیت و یک چیزی که مثلا فلان زبان هستید یا فلان منطقه مخصوص به عنوان چی بگوشن تی سرزمین مادری که تا ایران همه چیز هستین که مثلا بازی مخالف حاکمیت ملی بودن بلوچستانه یا حاکمیت مردم بلوچستان بودن ولی من موضع چه محول مشخص بوده و اشی یک چیز عجیب غریب نه همه دا بوده البته شی که مولوی اوشن حکم جهاد داده شی بازی نشه ایرانی ها مدیم داد که جوستش کو مونه اساسا مولوی چرا اساسا آین گپ شک مولوی فتوای جهاد داد هم چیزی نیست البته جهاد تا فتوای جهاد تا فرق کنتین جهاد و اسلام یک معنی دیگری هستین تا فتوا ولی هم چیزی مولوی نداده من خلاص هم گشتر یک حالت شای پراکنی میدیایی هستند مواد هم توییتر مولوی اگه ندیسته و چیزی رد کنه هم البته من ندیستم ممکنه همیشه که حضور ذهن نه همیشه چیزا مردم نگیندیم متاسفانه تا این ولی این چیزا هستند و شان هم مشما به صلوات چی میکنه چون برای مولوی خبرها بلوچستان تو کسک باز تاثیر هستی ممکنه یکی به خاطرشی که رژیم هم لوټه که مثلا مردم کشی بکنته لوتید که مثلا بیتند مردم بکشید مولوی عبدالحمید حکم جهاد داده یا هم توییتینی و ما هم رابطه بخاطر حکم جهاد دیما بگیریم ما هم جهاد داده خامنه ای و خمینی و ما هم روی مردم کشیم بدانید که باش پات سگ مواظب میشی بران استفاده کنه ایشی که مثلا شایعه هنده هر جاگایی چمن نیمگا گندگی چته نیمگا چاد گیرگا بریم مولوی به اصطلاح توییتر یا ایکس بچاره اورندا به اصطلاح بگوشین که فتوای داتا یا نداتا من دیست متاسفانه لاتی هستند اسکرین این تمامگی ایرانی نی پم دیمش داده که اسکرین شات ما هم جوز کپتن گرش مشور لینک اپ ما دیم بده لینک هیچ کسی دیم داد نکرد و تا مولوی توییتر ما حداقل ندیستن بدانید که مشور این دورانی که فیک نیوز دروغی خبر گپه ایدابی خبران سخت دلگوش بدارین و سعی میکنه همچی خبرانی پدا تکرار بکنه و یا حتی استفادهش بکنه اگر هم یکی استفاده کنه بگوشید که ما چهارتا یه خبر نبوده ایشی سخت مهمه سلامت باشید گپم 600% دروغی بوده این یه بار تمام بودم ببخش بره ادامه بده ملک جان نفر بعدی که پایل کنه که نفر بعدی بانو زیبایی من من یه تیم درات که تو واجه عبدالرؤوف هم آمد که ولی من چو گندگم که بانو زیبا دیماتم از واجه عبدالرؤوف یا بانو زیباش ما برو بتایید که یکی چی پایل کنه که منم مالک جان یکی طور که مسئله اینه عادی رنده که بانوک شا زیبا چون من چهارتا بانوک زیبا بعد از بانو رسیده زیبا برو به شا آرمان هستی نه؟ هسته بانو زیبا تی تو من عجله نیست و واجه عبدالرحمن تو که پتو بجنه ما هستیم فعلا شما بفرمایید خبر بکنید بعداتر که رنداتر متونه خبر کنید شما بفرمایید واجه رو
بانوک دروتو سلام دیوان مدراتور و واجه و گوهاران برزا و هنچو اشکنوکان چیرا ما خبر نکنن تا بانوک پیسر خبر مکن بس. بانو زیبا برتو آماده شدی. سلامت باتی. مسئله نه در واقع. من باز باش بودم که تا جمع شما واجه ها هستم و خبران شما هم اشکود. به هر حال تا شرایطی که پیش قرار گرفتیم ما شما و امکانشی هم که یک دیگرگونی بود و باز هسته و امکانشی هم که مثلا پهلوی بود شیم هستین دیگه. ولی چیزی که مهمه به ما شما بلوچان به نظر شخص من ایشیه که بار دیگه مورد تبعیض قرار میگیریم. بار دیگه چی دوم مبین شهروند دوم مبین و بار دیگه چیر فقر و محرومیت قرار میگیریم. چرا که اگر یه آدم بیش من جات پای پت وطناده و پیرو حبرانی که کنتش تا جایی که مشکتش یا که مثلا ما یک ملت و یک پرچم و یک زمان و یک چیزها حبره کن. هرچند گاه زمزمانی در مورد بلوچستان و دیگه جهان هم که ولی خب که بازم باید حواس ماشما همشی باید همه آدم و تا جمع جور بکنیم مردم و تا افکارش پچ بکنیم آمادگی یک ذهنیش بده که مثلا تا بانداتی که ایران ماشما بلوچان کجا لوټه قرار بگیره، جنین بلوچ کجا لوټه قرار بگیره و جغرافیای بلوچستان تحت حکومت که بود و که ازا مزایک که بلوچستان هسته ازا امکاناتی که بلوچستان هسته استفاده بکن. به هر حالش یک که ناته و اگه ماشما بلوچ هم قسمت وقت مگیره چیزی به ماشما بلوچ نرسه و بعدش ما بود که بازم یک دیگه جمهوری اسلامی بالا سر ماشما بیاد و بازم سوخت بری بود بازم اید که آدگه بود. پس چیزی که مهمه از همه و اول قراره که آدم باید اعلام موجودیت بکن. یعنی که تا سیطره و قدرت و حکومتی که هستو صبر مکنه که پهک تصمیمان گیرک ببین بدون که بلوچان هور بمه و حتی به بلوچ و مردم بلوچ هم تصمیم گیرک بود. از همه اول لازم هست که تمی دوران گذارم یک قسمتی از حکومتی که در آینده از احزابی که حالا وقت مردم ایران داخل ایران تو تصمیم بگیرن که ببخشید چه حکومتی بود. ولی خب شک مردم بلوچ از همه وعده جاه و مقام و چی مشخص بود. خاطر اگر از اول یک حکومتی بیاد و پایان رو قوی بکن بازم ماشون و همه جنس دوم به دنبال حق و حقوق و به جهین و به تچین و دنبال زبان مادری و ببین. به نظر من الان که ما رو مهلتی هست و امکانی هسته و توانست در مردمات این تا بلوچستان ببین جایگاه وطن پیدا بکنیم و نشان بدین که یک حزبی هم هست که چارت و گندت و توانه تصمیم بگیره توانه یک قسمتی از این دوران گذار هم ببو و به مردمی په حق و حقوق مردمی په نام منابع که تا جغرافیا هسته توانه تصمیم بگیره و نه حلت که دیگران بیاین و بازم غارتی بکنیم بازم بلوچستان در درجه دوم قرار بگیره. به خاطر همشی از الان همشی من باز خوشحال بودم بیانیه چه حزب مردم بلوچستان تا ایران اینترنشنال هست و باید نشان دادن که مثلا ما یک آتش زیر خاکستر نه که باند بیان سر چیز کنه. از همین وقت ما هستیم و شعله این زبانه کشه و تانه مردم سه ببینید که یک دیگه کسای در خارج از جغرافیای ایران هستن که مواظب ما هستن و هور هستن بر ما یک پلنش یا برنامهش به آینده ایران هست که آیان هم دلش قرص بود دلش محکم بود هنچون که دیگران فکر کنن فقط پهلوی کنه. خب شم بزارنه که ما تا باندات ایران یک نقشی هست بالاخره جنینان ایران هم بزانن جنینان بلوش هم بزانن که تا باندات ایران نقشش هده قرار نه آکسی که ای وحدن بودتن ببین تو توارشش کنگ ما بود بازم فقر مضاعف ببین درجه دومه و منیت و هست و بعض وقتا ما تا یک چیزا نشته نشسته
تا یک سری نشستار نشته مثلا ما وقتی یک جنینانی که هم سن سال ما هستیم، من یک بلوچ بودم، حتی من نزدی آن موقع مثلا حالا تلویزیون رنگی یا مثلا دوربین یا چی انتی اصلا آیا خود پارا کلاس بالا رفته. خب ایشی نباید تکرار بو پر نسل بلوچ ما شما شو که هر امکانی هر کجا هست و ما چوک بلوچ هم بود. آیا قرنه مثلا فکر کنم چه سال زندگی کرده په ماشین بلوچستان ته بلوچستان مثلا ما انسان ها اولیه بودیم که هنگه با آتش تجاه لحت جهان غذا روشن کردن غذای پچن در صورتی که حتی تهران غذای هوشمندش هست. یعنی این طبقات ایشان باید بپرشن مردم باید پهکن از یک سری امکانات استفاده کنن یک چوک بلوچی پالخت تیر آسمان تا سرما تا گرما بدون کلاس مماند و یک عدت تهران دنبال کلاس های فوق‌العاده یا مثلا کلاس های زبان فرانسه و ایدگاه که بگو آگاهی په جامعه ماشوم مهم و در کنارش یک پامه انقلاب هم کار کنی پا آگاهی جامعه و تا کار بکنی حقوق تو بزانید که تا منابع ملی چی که چنایا هستا چی که بحر آیا هستا و ایشی که اگر ایرانی بود یک ایران بود که هر رنگی هر زمانی هر فرهنگی هر ملیتی بتوانه و تو پیش دارد اعلام موجودیت بکن و از یک سری قوانین و امکانات ثروت ملی هرچی هست و هر کجا که دیگر استفاده کن بلوچم استفاده بکن. باز منتظر من دیگه وقت نگیرم. خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم. سلامت به بانو که زیبا. بانو زیبا بله یک جستی من کته که بانو زیبا وشی جست کن برای تو مدراتور نه بله پدام های جست کته منی الان من ترای جست ایگار سیرم که آیه نوشتهش که منی جست چه بانو زیبا تی نظر در مورد سلطنت پهلوی چیند و پدا نوشته نظرش در مورد حاکمیت ملی بلوچستان در یک نظام دموکراتیک بانو زیبا یه جز چطور کتا یک پوتا تو شپس بده تی باز میرم مرد نام مستعاری هستین تم بگوشی شهر ما بزن که اجوز کنه نام مسیجی دادی آه نام ویتی ظاهر نه افین بس همین آه، چیکار آه. ده قسمت نظر من در مورد پهلوی چیه؟ به نظر من پهلوی یک سری کارهای کرده یک سری دستاوردهای بوده هرچی بوده ولی به نفع مردم بلوش نبوده. زمانی که پهلوی تصمیم گه دانشگاه باش بکن زمانی که پهلوی تصمیم گه یک سری آدم چسب بکن دیم بده به قول آموقع فرنگستان به تحصیل هیچ کدام از ایشان چه بلوچستان نهده. زمانی که پهلوی دانشگاه پاش گفت هیچ ته بلوچستانی پاش نگو هیچ چیزی. زمانی که راه آهنی راه دورده راه آهن تا جایی یهد که بتواند چیزای بلوچستان رو چسب کن به بعد دیگه جاه دیگه از زمانی که جاده وشکو تا جایی وشکو که تا چاهای نفت رفتیم و توانستش نفت استخراج کنه بله هیچ جا تا شهران تا ملکان با صورتی که جاهای دیگه پین بود پین نبود و اصلا وقت پهلوی هم یک جورای مذهبی شیعیه و این ذهنیت همیشه بوده که بلوش یا غیر شیعیش هم بالاخره محروم بمانه و یک زبانی به یک پرچم به این ذهنیت حتما تا خاندان هست و حتما ماند. من اگه شخصی آدم مشکلی نی با صورت بله پهلوی کسی هست که بعد از این که سال زندگی تا خارج یک روزی سر کار نرفته یک کار رسمی نیست یک تحصیلی کاملا به پایان نرسید تا یک درسی و نیمه کاره ول کرده علوم سیاسی یا هرچه در فخری همیشه که مثلا زبان فرانسوی بلد باشه و هر کسی زبان توانه یاد بگیره و خلبانی بهتانوی خب خلبان بود توانه یکی 100,000 200,000 کرون بده خلبانی هم یاد بگیره. پس کسی که لوټه یک کشوری بگردینه نتوانه ارجیب ما تو با چیزی که از یک کشورش چیز کرده یا ارده این کارش چیز کرده یا ارده که تنی وحده هنگه گلاشه وانه تماما نبین شی از نظر من یک فرد ایدئالی بگردن یک کشوری نه. اگر که کاری کرده چه کاری کرده
به ظاهر جاه نه که گفت فعالیت سیاسی کردم و چی فعالیت سیاسی کرده و کجای کرده که زیر پوستی بودنش یه من مشخص نه تا حالا هیچ کاری نکرده پهلوی الان وقت مردم از داخل گلاشند که به جنب جوشی که پهلوی تانه بنان حالا کسی که خارج بوده آمریکای زندگی کرده یا هر کجای زندگی کرده زبان بلد و دموکراتی تجربه کرده تونه یکی از افرادی بود که یکی از حزبانی که از کشور گردینه مثل همتراز با دیگه مردم رای بیاره تونه جز یکی از احزاب و بلشی که بلوت او ده مونارکی را دور بده یا مثلا پادشاهی یا سلطنتی بنظر من اصلا کار درست نه بخاطر که یک قصری یک شاهی زندگی شاهانشی وقتی هزینه کمرشکنی به یک کشور هست می کشور اروپایی که ثروتمنده ماگندی که مونارک چین که پا کشور هزینه زورت و چین که سنگی رو کاریم کنه مثلا را یک جای یه چیز افتتاح کنه یک روبانی پاره کنه به همشی میلیون های گرند خب چی چیز نه که یک جامعه که مثل یک مغازه ورشکسته یا پده بلوت یک قصر شاهی بگردینه تو پده مردم پناهن دولا خم به خاطرشی که مردم ایران کسایی هستن که هرمی کار کنه و یکی فقط یه لقب چیزی بود تا آسمانی بره مثلا یک رضا شاه بود دیگه اولیا حضرت و فرم بلا 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 یک ساعت طول کشید نامی تار کنه و چی که دولا خمه شویتی بده یکی دیگه سیستم پادشاهی خیلی عجیب غریب مدل همانگور راه داره و مهمانی های آنچنانی ندارن فلان بیسار شوتش توی هزینه بله توانه بنان یک آدم اوده بود و همتراز دید که مردمان تا کشور زندگی بکن و اگرم رأی یا چرا نه تواند که هر ببو بله بنان پادشاهی نه و قسمت دوم سال شما رو من باز متوجه نبودم توانی من علم حاکمیت ملی باره و آقای نظرشک نظرش در مورد حاکمیت ملی بلوچستان در یک نظام دموکراتیک من علم تو پیسر تراشی برای عرض کد نمازم مثلا چون ما که در کشور دموکراسی زندگی کنی خب شی به نظر من یک چیز ایدئالی که آنگاه هم هنچه بود یک کشور دموکراتی هیچ که به هیچ که تصمیم میگیره و آزادی بیان ببو آزادی زبان ببو سکولاریسم دین از مذهب جدا بو هر کس عیسی بدینی موسی بدینی هر کس دین ایمانی هست بدارتی بازوش بلشی که تا سیاست کشور تا گردانتن کشور نباید با صورت دخول بکن که تو بهایی تو مسیحی تو ایدگر تا دیگر در حق و حقوقی نیست و متاسفانه یک چیزی که من یکم ترسینشیه که اگه مردم بلور یک کشور دموکراتی راه دور بودن افرادی که تا کشور هستن وقتش باید دموکراسی تجربه بکنید و کسانی که چیره دست دیکتاتوران تو بوده مزن بوده زندگیش کرده به نظر من یک تصویر دموکراتی ولی دموکرات کامل نه چون دموکراسی تو به وقت گخونت گرگت نهادینه بود تا وجود از سماک چوکیه بزانه که مثلا جنین و مردی یکیند ایشی که چیده تو نتوانه دستی بگیره بده انتی دیگره به خاطرشی که آیی مثلا پتی مقامی گشتر است یا ثروتی گشتر دموکراتی با این نهادینه بود از ما گوندی و چونکا توانه سیستم آنگو را درده یکم چالنجی و چالشی بود خاطرشی که ندارم بل امیدواره که با یک نظام بیه که مردم به حق و حقوق اولیه و مدنی واتش برسن و سرمایه ملی به اندازه کافی بین مردم تقسیم بند و کشوری که اینکه غنی از منابع و معادن و همه چی هست و اگرچه استخراج من به نفع مردم استفاده به چابهار ماش یک قطب اقتصادی بود پروتی توریست جنبه که دکیانه که چیر آفتاب مردمان سوچین فقر و گرسنگی هتل آنچرانی به که ما مردمان واتش گردینند ماهی یک اوده هست و با خوشمزگی با فراوانی تا دست چینی هم مرا و سر سفرن و مردم بلوش بود منت سلامت به بانو زیبا امید کنم که واجه ای آی جواب گفته واجه رو بطی باریه درود و سلام پدر جان مباتید باز وشین دیوانی و ما هم فایده برد هنوچه بانوک زیبایی گپا
هما پیم که درستی واجه و بانوک زیبای هم اشاره کد تحولات باز تیز دیما روگند هنچوش که 57 تا ملت آماده نهت و هنچی بدلی و انقلابیت من نزانم منی توار چطورین توار واشن یه برابر بله. ها هنو هم تحولات باز تیز دیما روگند بله ایرندا منی حیالا ملیتان که هنگ آگاه هنگت آماده نهند و یک کوی و همکاری ملیتانی و جمهوری خواهانی باز طول کشید و ایشی سبب بود که گو قدرت رسانه و گو قدرت زور جهانی لحتی مردم آیانا وتی پشتیبان بزاند و هنچو رسانه و زر و تبلیغات لحتی هنچوش و تا پیش دارگین که گوشه چه ایدگه اپوزیسیون دیماترنت و اولی و آخری آلترناتیو وتی دیگه لحتی وحدان دیگه هیچ کاری هم نبید چه دستا وحدی که مزنی قدرتان یا جاهی پزور یک گوام میدهند هنچوش که هیچ کس گواهی نداد که خمینی بیت و ایران تها بنندید بل آوه دیگه شرایط هنچو شد که دنی ملکان و قدرتان لوٹید که هنچی مردمی ما را گرزند ایرانا این سلسله هنچو روانند پیسر چه آیا هم پهلوی دوره همی پیم محمد رضا دنا دیم دیگ بود پدای هد کودتای بود پیسر کم که پشت را هم برویم چارین آیه پیت هم همین دولار رنچه یک تحولاتی بعد از جنگ جهانی دوما چه کارا در کنگ بود دیگه جاهی دیم دیگ بود متاسفانه ایران زمین تها تا این سالانی تها هما دهنی قدرتان و زورانند که آینده یا نویسگند و گشتری آینده همیشه پا استبدادا بوده و کاجارانی زمانگا می پیتو پیروکان در اندیه بودند دیم پا عمان و زنگبار و کراچی شدند دومی چوک تی ما هم می نسل آیانی که کمی و تواجهی و حق و حقوق و رفع تبعیض لوٹید پا بلوچ راجا آهم پا گوایم مقابله کنگ بود و جبهه آزادی بلوچستانی سر سوج هم پا عراق و یه دیگه ملکان رسید و رنده هم آیانی پشتیبانی کنگ هنگار بود و این هم مقصد ناکام بود و انقلاب یایگا همین دول درست هم فکر کد که بلکه نئی رندی دموکراسی آدکگو می دستاین نماهیگ ما گبته دموکراسی و آزادیه بله پدا هم چارین که پا یه دیکتاتوری هنچین تبدیل بود که گوشهگاه چه پیسرگاه هم گشترد پرچه که این رنده هم ما آماده نهتین و حکومت ولایت فقیه هم وتی فکر رسید قدرتی که دستا گرفت به ولایت فقیه تا همه جاهی رفت که مذهب شیعه فقط مذهبند رئیس جمهور فقط شیعه رهبر ولایت فقیه و امت فقط اطاعت بکن و هیچ قانونی دیگر نیسته و هنگی دیم ایشی هم باعث بود که همیشه 47 سال و 50 سالند که هم مردم ایران زبهرند چه دموکراسی و آزادی و هم 10 برابر چه ملیت ها و خاص کار بلوچ راج 10 برابر چه آیا از لحاظ تبعیض و ظلم و آیانی حق ندهیگ و عقب اگر آیانی پشت دارگ و شی که توسعه مگندن توسعه آموزشی مگندن دانشگاهان راه دیگ مبم همه پیما ناواننده بمانند ایشی هم تا هنوگ هنچوش ادامه دارید
بله نی هنی گویی تجربه که می رندی تبعیدیان که رنچ جمهوری اسلامی درانده بودن دیم پا اروپا و یه دیگه ملکان شدن آیان پا شرقی و هوش و قواسیا هور گو یه دیگه راجان وتی ایران باندات و وتی راجانی بانداتا شر پتپول کتا گو زانانت وتی حکانا و از لحاظ بین المللی و حقوق بشر هم هنچوش آگاهند و په همیش کا لوٹند که اجازه مدهند که دیگه بانداتی و دیگه حکومت تها پدا بلوچ هنچوش یک 50 سالی دیگه بنندی تو انتظار بکشید که آیه چوک مدرسه یا بروند چه بیستجلی در بیایند تو واننده ببند و چه هر 100 نفری 10 نفر هم دیپلم مگیری تو دانشگاه هم مرود و آیه ملک سرزمین و سواحل مکران و چابهار و این دیگه درست یعنی سرنوشت به دست دیگران ببید و همین ټوکر زمینی که در مناطقی مثل در دشتیاری و زراباد و دلگان و سیب سوران بگیر تا گوشت منطقه ماهان و شستا و دام یا نخل کاری و مجهول کاری و یه صنعت و طلا و معدن درو په دستا گرفتگن و بلوچ هنگز بحرین نی ایشانا درست هنوز زانگن بل اگه یک موقع هنچین واکی بلوچید که یک طرفا یک مردمی دنبالا بداری تو یک یا قدرت بدند این مشکل پدا دیمایی آیند و این هجاری لوٹید و هنو یه برداشت بید که در یه دوره تها جمهوری خواهان و فدرال خواهان قوت هم سیب نیمگا بند و بحرند و هنگا پشری و کامل هور نبودتگند این هم ود یک ضعفیه که مشروط خواهان و سلطنت طلبان آیه پود یک امتیازی زورتو و تشگوز رسانه و قدرت و پشتیبانه اسرائیل و یه دیگه جاهان کم که دیماتر برده که رسانه آینی دستاین بل در حقیقت با پشتا چون نهند ای حقت ای راجان و ملیت هایند و جمهوری خواهان و فدرال خواهانند که آیانی گوام هنگت قوی تره بله در این شرایط تها همین مصلحت گندگ بوده که از لحاظ تبلیغاتی تقابل مکنند و آیانی گیبت و بدگویی مکنند و تا گذر از جمهوری اسلامی برداشت ببید بله در مقابل مشروط خواهان و سلطنت طلبان و پهلوی دو سواهان آقوات هم سه چار بهربونند یکی رضا شاه طرف دارند یکی محمد رضای طرف دارند تو یکی شاهزاده راه و رند چارند تو یا لحتی و جداگانه این برای وقت اساسنامه ای داره منتهایشان هیچ رعایت نکنن جمهوری خواهان و ملیتان هنگت هیچ نمن نگن و هنگت تظاهرات و اعتراضاتی هم که بید ایشا هم گوشهگا مصادره کنه بند و به هیچ نه اگر یک جاهی یک نامی گرگ بوده چه شاهزاده و آدگرا بله گشتری جهانی که مرکزی که شهرانی تها و ایلام و کردستان نیمگا و خاص کار مشمی ملکان چو زاهدانی نیمگا جمعه یا پیسرگین او ده هم اعتراضاتی بود اعتراضات مصادره بود و آی صداگذاری بود و گرچه همه گوهارا این رندی فرصت نکوته که جمعه نماز گوشتگی نماز او ده هور ببند و شعار بده لحتی شعار فارسی و به صدای دختران و خانمان و دیگ بود به نفع پهلوی که درسته این باورتند که این صداگذاری هست و ما هنو هم که ما گندین که چابهار تها همین رنگ اعتراضات بوده و خاص کار ایران شهر دو شپند پیسرگین شپا همه فلکه که هست فلکه آوادی چهارراه مالکی و سعدیت همه چهارراه سرایت به نام فلکه دو رهبر دو امام ولی یک بار هم من نشکد که تاکسی ها ما سوار بودیم با عنوان آدرس همیشه گوشتش فلکه دو شیطان و این شپی هم دوباره
همی فلکه دو شیطان سرا جوانان و دانشجویان اعتراض کد و هم دوشی واجه عزیز کوتیا و ده هم توار پرداتن که انتظار مبین که ما فقط در روزهای جمعه بیاین منتظر اعتراضات ببینید که در او مردم از نماز جمعه هم برگردن تا اعتراض بکنند. کجایم می نخبگان و می دیگه اخشار ملت بازاریان می گرسنگانی که هنو روغن به چند میلیون رستگ و برنج به چند میلیون و یک هیک تهمرگی هم بهره نبید که آیان بورند، چوکان چاهنانی بهره نبید که بورند مدرسه بروند، همایانند که باید دیگه روی چند دیگه واحدا هم په اعتراض بیایند. گوره باز امیدواری جاهند که مروچی ما گندین که می دانشجوی دختر و پسر در خیابان بلوچ یک مزنین اعتراضی تو با هندی وده کتگ و ترس پروشتگ و رهته و این چه پا کلیپ که راه ده یک بود ما هم پا درسته جاهان راه داد پیسر چشی که آیسرا صداگذاری بی یا ایشی هم به نفوت دیگران به نفوت مصادره بکنند و این هم بلوچ راجع گیم و بلوچ سیاسی جهدکارانی گیم و بلوچ جهدکار حزبانی گیم و بلوچ داخلی بلوچان مردمان وتی اعتراضند آیانی دل پریاتند که چسکنگ بند و ماشماش اشکنگی و همه پمیدا مطرح بود که مولانا عبدالحمید فتوا داتا ماشما گاهی موقع هم گندیم وقتی که انتخابات مجلس بی شورای بی گوشه ها فلان واجه فلان فتوا داتا چیه بوده نه من شبکه ایکس واجه چارتا همچی فتوای نظر مولانا در مورد امر کنک به یک مسئله نداتا بله پیشی ایکس تها واجه خوبین بیانی داته هم همدردی با جانباختگان که همی رنده اعتراضش کتک در مناطقی مثل ایلام و متنی هم ایشین که با تسلیت به خانواده جانباختگان اخیر تاکید می شود که هر گونه خشونت مرگبار علیه معترضان هم بر اساس قوانین بین المللی جرم محسوب می شود و هم از نظر شرعی حرام و غیر قابل قبول است و از این نظر که بگوشه که شکنجه و خشونت یه فتوای بله شی با توجه بشی که از نظر شرعی ایشی آیان اجازه نیست که مردم رو سرکوب بکنه ایشی یک نظری، اما از لحاظ فتوا و استفتا دیگه واجهی توانت از خود زاهدان از هر کجای دنیا استفتا بکن. جناب مولانا الان وقتی نرسته که مردم مثلا به میدان بیایند به خیابانان بیایند آیی دیگه مجبور این جواب بدن و ممکنه این جواب خود آیی مدند و یک گروه انجمن به نام استفتا هست و مولی عبدالحلیم غازی در خود حوزه علمی مکی مدیر این گروه استفتاء و الان هم برای دیدارهای به کردستان رفته که لحظه چه ماموساهای کردی که زندانتن لحظه آزاد بودتن لحظه مرخصیش گرفتن رفتن به هماهنی دیدارا و یک صحبتی شاید سخنرانی بکنند که اطلاعات باید زنگ جمع منش که و گوشی فوراً برگردی بودی جاها. و اما از لحاظ فتوا چیزن که اگر هیچ کمل وجود یک عالم که وقتی به این نتیجه رسته که باید مردم آگاه بکند وقتی توان از جانب وقت یک نظریه بدند و مردمان دعوت بکند که این کار بکنند و تقریبا از لحاظ شرعی برای آیام که معتقدند برای آیام لازم بید که همراهی بکنند. بالاخره این دیدگاهانند و ما همین پیم امیدواریم که اگرچه هنو هم رعایت نبوگند و هنگت لحظه چشو آرام صداگذاری به و مصادره بند اگرچه هم گذر از جمهوری اسلامی تمام ببید و ما به یک مرحله دیگه برسیم پدا گیشترین شانس گیشترین توان پدا ملیتانی گیم بلوچ، کرد، عرب
لرد، ترک آذربایجانی، تمامشان هنگه توانش از لحاظ قومی و از لحاظ جمعیتی با اندازه هست که در هر زمینه تاثیرگذار ببن. اگر افرادی که معتقد به رأیند مجلس مؤسسان یا دیگر سیستمی جوان جور بکنند، تمام اوتی رایان هور بکنند، آنی رایان چه 20% 30% نبند، پدا این ملیتان که توانند تا این رایان گشتر وجه ببند. دستبندی کن و گمبندی ببیتین که وقت یک کش دقیقه دیگه یک دقیقه دیگه و همه پیم هم جامعه شورای ملی اهل سنت هم که فعالیت کنگه آیا هم اوتی حمایت چه جمهوری خواهان اعلام کند و آیا نگوشند که این نقشی که جمهوری خواهان و بخصوص فدرال خواهان ما طوری تقویت بید که این توان جمهوری خواهان 2 برابر ببید. توانی که خود جمهوری خواهان و بخصوص جمهوری خواهان فدرال دارند اگر با اهل سنت ایران زمینش هور بکنه، آیان توان و درصد در حرکت آینده برای تعیین سیستم و قانونگذاری توانند آیان قوی تر بکنه. بنابراین ما شما درست همه پیم هنچوش می یه دیگه راجع وتی اختلافات کمتر بکنم، ممکنه آینی تا هم سلطنت طلب یا دیگه جمهوری خواه مرکزگرا ببید و می بلوچانی تا هم اگر کوچکترین اختلاف نظرهایی ها سعی بکنند که در این فرصت تا وتی آب همکاری گشتر بکن، هنچو که گو سلطنت طلبان وتی خودداری کنگند که آیانا حداقل در شرایط فعلی علیه آیان تبلیغی میکنند و علیه وقت هم همی کار بکنند و بین وقت بسیاری از این کدورت های و گپ و گداری که هست کمتر بکنند و تا نزدیکتر بکنند. مهربانی چشی که من ای وقت یک بود و باز و شین دیوانی و ما امیدواریم که هر یکی یک تریبونی ببید. ما هم به نقشوات دارین در فیسبوک ها، در اینستاگرام ها و جاهای دیگر پیام راه دیگه که مردم ها هم بانداتگی روچا به میدان بیایند و وتی اعتراض ها وتی بزگی ها وتی حقا جار بجنند و همچوش که ما شما تمام هوری به همین مسئله اعتقاد دارین و هم نظرین. مهربانی سلامت باید. مهربانی تیری وجه مولازی دی باز منتوار و من یلا که گپانی که در رابطه با رضا پهلوی و شانتن شما باشتم پا باشی سرا وجه ناصر و وجه رئیم بانو زیبا و وجه مولازی یعنی چه که شما گوشت که رضا اما مردم لوتی که آیی به حساب بلوچه نمانده مبیتی، یعنی رضا پهلوی نماینده بیان چون جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی هر مردی که در نمایندگی کردیم بلوچ برای نماینده نه جمهوری اسلامی نماینده اما دو که جمهوری اسلامی میشه اما گپا بجام پیسر تران که ما شما دیده که یه بلوچ آورده تی تو بعد اما بلوچ اما گپ جتا من یه مونیخه هماشان یک پروگرامی هسته سمیناری که رضا لوتی ما گپا بجانتی بله پدا برگردی که مشون گپ درستانی چون که شما واجه همین گپ جتن که مروچی مشون دیوانم با متفاوتی نظرم و همین گوناگونی که ما شما را هستیم وقتی این راج بلوچا شکل قدرت سیاسی بی و درو پات بی بوشتیم پدا دی یکی پشت ما هم متره که ما شما یه چیز تجربه کنیم بلوچا بازی و ادان که مشکل گفته یکی رفته دیگه یا انگلیسی پشت ما هم تر یا گجری پشت یا که چپتانا پدا یه قدرت چای گرگ بیتا نی ماش ما زانگان ماش ما رو درستان یه برال رد وارتگان یا شکست وارتگان برای این شکستان رو تجربه بیتگان یه تاریخی تجربه مردم پیش داشته که بور ببین برای باز واش شوی دیوان ماش ما رنگ باری پیل کن که من بدا باز گپ پیما کنون من وعده دام بانو که بانو پریبا و تیگه نون باری توتی نظر بده وجه روپا هم منی لگیشته وجه روپی نظری هسته و وجه ناصر اگر وجه رئیم گپی هستی بارو کوتی کنه گروه یان که من با آنو که پریبا یا بلوتان میکروفونم میدم وجه ناصر وجه رئیم تر شما را گپی هستی یه بارو بان فریبا گپ جان خلا واجه روف گپ ادامه گپ میگتن دیگه خاصین جوستینی سلامت باشید. سلامت باید وجه رو ملک جان اگه یک لحظه که فرصت بده من لوتن چشما پیلی بلوتم من چون بل اجبار باید تا یک دیوان دیگه بروم
چون من منتظرم هستن تو من سعی کنم که به قول معروف تا جایی که مجبور نبوده بوده خبر بکنم من گوڑا دارم و تنگم ده گوش دارش میبرم مرسی ما سعی کردیم که تو می دیوانه بداره ولی اگر ترا بودن که ضروری کاری و اگر نتوانه گروه شن که تو زمانی که ما ترا انچو کتگوه ترا مو هست بداره دم دیوان ما سعی من کردیم اگر دارم که ها ولی گوشه اگه من بودم براس هیز مردم چه اعتلاف کنه شهر گروه تو برو ما انجام بهترین شهر وجه با پیل که بانو پریبا وقت دیگه برش درود و درهبات پشمو پهک عزیزان و شین گپتن و شین بحث و گفتگوتن گیشترین گپان گوشک بودن بله من هم لطفا به همیشه اشاره کنم که خب جاور واقعا سک سری داره پیش روتن و تحولاتی که تهی پیش یعنی اتفاق کپی سک باز سری داره پیش رو مردم بری هیچ نزان چی بی چی نبی سک نگران کننده هم در این حال هم مردم خوشحالن تو هیجانی ها که بالاخره داره یک اتفاقاتی کپیته خبر و گپ و ته سر کار گبته تا اینستاگرام و همه جا خبر همشی گین تا تلویزیون سوید به هر حال سک وشین که داریم به نتیجه یه اتفاقاتی داره کپی وشی هم که گنده همه تو که ته داخل ایران مرکز و جاهای دیگه بین شانکیان درا خیابان افکار متفاوتی هسته سلطنت طلبی گپتا تا جمهوری خواهی و بالاخره راست و چپی و اختلافاتی که هستش یه سفر موفق بودن که یه جورای هماهنگ بن و من فکر کنم که ما شانس یا ایدا با توجه بشی که این تحریم ها بودن تو گشنگی و بی‌آبی و بزدگی به مرکز رسید که بالاخره توار بتش برس کو به هر حال بلوچان که بزرگان الان 100 سال محرومیتش ها هیچ که توارش نه هیچ کو ولی خب شی شانسی پا ماشما که الان فرصت استفاده بکنه ما را قصد نیستیم که کسی حذف بکنه ولی نلوته هم حذف ببه و ایشی که ما رو بروتیم وحدت میبی گو آیا خب مردم گندی نگرانی مردم بلوچستان که بارین چی بی پدا یک دیگری یه شاهی یه تیم پدا و یک فردی پدا قدرت دستگی مردم نگرانیان مردم بلوچستان باز گندی من دیسته بازی یه حتی انتقاد کرده که آره حزب با توجه به بیانیه که دادگی شما موافق رضا پهلوی و خود نگرانی سک بازه و خب در آینده به تبع حزب تو بیشتر اطلاع رسانی میکنن که مردم آگاه بن به اهداف حزب که بزانن که ما خب موافق با در واقع بیانیه دیگ نشانش این نه این که لوتن رضا پهلوی بیت سر قدرت شما واقعا یعنی برای یه عده از مردم بلوچستان سک نگرانتم و حاجت هم هستن سک واشین که ما شفاف سازی بکنیم و تا گشتر در مورد این مسئله و دیستون که عزیزان در مورد این مسئله گپش کو بعد مورد دیگه ایه که من معتقدم که ما باید این کار بکنیم به عنوان شرکت حزب با توجه به تجربه که مردم ها و الان فرصتی که پیش یه مردم آگاه بودن که حزبی هستن سالیان سال کاری کرده شاید آن ندیسته یا نهش کده یا اگه هم هش کتگش الان زمان انتی که بیاین هور به منطقه حزب ما را احتیاج هستیم به افرادی توانمندی که تازه نفس و جوانی که ته بلوچستان هستن به تبع تونه خیلی تغییرات به وجود بیارن برای مردم بلوچستان می مقصد شین که حذف مبین و تا زمانی که ما افرادی که توانمندن و جذب ویتی احزاب گروه های مدنی سازماندهی و مکنه حالا حتما لازم نه این مردم همش بگوش فقط به حزب مردم بلوچستان مردم تو باید سازماندهی و آگاه ببن و شروع به فعالیت های گشتری بکنن چون فضا پرش گشتر فراهم بیته و الان با توجه به تظاهراتی که الان مردم یهتن درا مردم آمادگی مردم بلوچستان هم مثل بقیه جاهای ایران گندیته و شی خیلی مثبته ما هم متعجب این که پیشرو بودن این مردم آگاه بودن مردم جنینا الان تا خیابانانه و با توجه بشه که من الان گندم و هشکنم بازی در موردش خبر کنن که
باز هم شاران سر دیواران ما گنده باز جنین حذف جنینان، در مورد جنینا خبری نیست دوباره، یا در مورد شاهین یا مردم یک هم که نگران کننده برای خیلی فمینیستان که یا خبر کنن. هرچند که من ایشی که ته بلوچستان ندیسته، من احساس کردم که با تمام این عقب ماندگی مردم بلوچستان بازم خیلی خوشحالم که جنینان بلوچ مروچی ته سرابان و جاهای دیگه یحتنده را ته ایران شهرم دیستم و هر حال خیلی جای بسی خوشبختیه و من امیدوارم در آینده ما بتونه تعداد زیادی خانمان فعال سیاسی یا سیاستمداران جذب و تا همچی سازمانانی و بتونه تغییرات سریعتر وجود بیاید و ما هم باید فضا بدهیم به جنینا و شی خیلی مهمه. جنینا همش هست بود اگر الان خب 100 سال ته بلوچستان و خب گشتر ته ما گندن که جنینا یک قشران جامعه که خیلی حذف بودن تو صدای شش کنک نبوده. زمان انتی که ما واقعا کمکش بکنیم برای اینکه بتونه فضا اشغال بکنن تا هر چیزی دخالتش بیته، قانونگذاری ته سیاست ته تمام در واقع جامعه که بتونه نصف جامعه حذف مبیته. من حقیقتا چیز خاصی گشترشی نیستم که بگوشم، ولی امیدم که ما در کنار هم بتونه با نقد کنگ هم دیگه و وقت گشتر بسازه، چون ما پهکا بازی کاری این دسته، چون نه که فکر کنین که عوض بو همه چیز گل و بلبلن، چون نه مشمی کار سک بازین خصوصا برای آگاه رسانی برای مردم بلوچستان و حتی ایران، چون ما گندن که مردمی که تحت فشار بودن یک جامعه دیکتاتوریش زندگی کرده، اگه گنده که هگه بازی مخالف اعدام نه هگه مشکلات خیلی زیادی هستن برای یادگیری دموکراسی، چون تمام باید آگاهی رسانی و با همت ما و متخصصین تو این جامعه باید رشد بدهیم و امکان رشد پرش فراهم بکنه در کنار هم. ولی من خیلی امیدوارم با توجه بشه که من گندو چون که جوانان ما داخل ایران آگاه و روشنند و ما رو چون که نیرو هسته که تا این مدت مجبور بودن سکوت بکنن، ولی من فکر کنم الان مثل گلهای شکوفای بم و ماشماش گندم به زودی. من سک خوشحال بودم این دیوانش شما هور بودم. من دیگه گپی نیستین. زندگ باتی. سلامت بات بانو پریوا چتی دورنگ پانو واشینا همچنین که تو گوشت برای که بلوچستان یا ویکی یا پاکی ایرانه یه منچی مریضی بیتای جمهوری اسلامی شد درستگیم بوگ گفتگی من یه هیچ جایی سر نیاد که درد مکنتی یه درد درستگین جاگان پخش بیته ایشیا ما گندگان مروچی لورو کرد و انگه یه دیگه که ملت ها هستن گشت ظاهر بیگان که چه مرکز و این که مرکز گرام فارسن برای درد درستانگین و بلوچ هم شهر سرپد بیته و گشت مارگین که ما چینچو برای ما تعبیز و ظلم و دالچاری آماچ بیتگی و عدد هم بانو پیل کنه واجه جان زیبا واجه جان زیب وقتی زندگ بات ملک جان. من متاسفانه که سرما هوا وارتا البته واجه ناصر دو سه روز پیش بینی که من از تو نظام بال سرما آوری من دقیقاً تو سال نگرفته. سرمایه وارته یا سرما وارته نه سرمایه برای تیم هم کهته. برام گپ بچگی واجه هم وان کن بگ باشتن شهری واجه دیوانیت فقط لحظه چیزا ما شما مثلا توجه بکنید درست معیشم روایت چه انقلاب یا معیشم خواسته گون مثلا سلطنت طلبان گون مجاهدین گون لحظه گروهان خب متفاوتن 100% برک کنند. بله ما شما هم برای سنگتان یا برای هواداران یا مردم ها کسی مثلا انتظار هست که از مثلا ترند بوشتید یا مثلا ما شما وقتی روایت مطرح کنی ما شما لازم نه من نظره که
آدیگه گروه ها که مثلا چه کنگان اما برای که مثلا بری رادیکال تر سنگت گوشن شما برخورد بکنه پهلوی بلی وتی کار کنی ماشما وتی کار کنی ماشما سرنگونی لوته همه برای که شما اشاره کد کردستان تو که خواسته بلوچستان تو که خواسته یا مثلا یه مناطق که ملیتانی مناطق نشانی خواسته گم مرکز فرق کنن یا مثلا اگر مذاهبان تو که بری هم بهایی هم وتی خواسته هستن سنی هم وتی خواسته هستن شیعه هم وتی خواسته هستن یک اما برای که یک دست سازیه که جمهوری اسلامی لوتی غلطه پهلوی لوتی ته هم غلطه و یک دست سازی نیمگا مشوم سنگتان کسایی که مثلا مخالف پهلویان آنها نباید یه انتظار ببینید که یک دست سازی بده مهدو که اتفاق بکپید اشن که جمهوری اسلامی سرنگون کنگ فقط زاهدان سنندج دو که اتفاق نکپید تهران تو هم باید اتفاق بکپید مشهد تو هم اتفاق آن ملک و مهمتره که پایتختی هم بوده نه یه پاکن چیز در نظر گرگ روشن پهلوی وتی گپ کنگی درست نه گپ 100% یک گپی که گون بلوچان روایت چه حقوق بشر گون بلوچان روایت چه دموکراسی و هر چیزا گون فاصله نه 1 کیلومتر دو که هزاران کیلومتر فاصله ای است بله پس سرنگون کنگا جمهوری اسلامی که یه درست بلی وتی کارن کنگا ماشما پهلوی مسئله خیر حواس درستانی جمع ببید شر نیم بل نباید بیش از حد ما اساس ببین که اصلا سلطنت طلبی و تی کاره ولی کنگاه هم یک بخش چه اپوزیسیون مرچی مخمل باف فکر مخمل باف نزان شما سنگ تا زانه یا نه بر سرشناسی کارگردانی ایران سینما تو کای باشه تحلیل داده یا بیانیه داده که حمایت ولی بیانیه تو که یک تحلیلی جمله ورگون گشته حقیقت یک آندیه که کپتا زمین پروشتک جمهوری اسلامی پروشتک هر یک یا ما یک چونده چه تا دستا کتا ما فکر کنیم کل حقیقت مای دستی و مخمل بافق باش که حقیقت یک چونده مایشون دستنی یا چو هر یک یا چونده دستنی یه باید پاک یا جاگا جمع ببن که حقیقت کامل شکل گیرید نه ما شما هم کم که باید انعطاف گشتر ببینید سر مهم اولی قدم سرنگونی ما را اگر یک هدف مشخصی هست که دهمی مرحله تو که مثال اولی مرحله 100% سرنگونی جمهوری اسلامیه دومی مرحله مثلا به اتحاد ملیت های مختلفه سیومی مرحله مثلا برال اما تقسیم قدرتی که از مرکزگرایی به تکثرگرایی برو چهارمی مرحله ایشن که مثلا ما برال نیلن که یک زورگوین دیکتاتوری دیگه به یه درو اما مراحل تو که اتفاق کپند ما شما اولی مرحله تو که دهم مرحله سر جنگ بکنه فایده ای نیست یعنی من موت نظر شخصی دارم و یه چیزا ما شما هم برال ایشون که موضع مشخص بی سگ شهر نیم ولی بیش از حد اپوزیسیون تو که تنش ماش مرچی کمتر بکنه اساسیت کمتر پیش بداری بهتره و اساسیت ویژه و تیگا جمهوری اسلامی سرایر بکنه اساسیت ویژه بعدی و تیگا برای کسایی که دیکتاتوری لوتن دیر بکنه ولی اولویت اصلی سید علی خامنه ای ببینید که مرچی من ما فکر کنم یه جمع تو که من نشکد خامنه ای نام گرگ بید چه که پهلوی دوم باش ما گفت که تا آخر خامنه ای نام کمتر گرگ بید سک مهمه دیگه مسئله حالا ناکو عزیز دادی و رمیده شهرانی های شد نه مثلا لحظه چیز هستن مثلا عزیز دادی ها 2 ساله در رابطه با یک ائتلافی خبر کند وشی که از مردم هم ائتلاف تو که شهرک مرچی مواجه ناصر و ناکو رحیم یا جگب دستا کپتین ما برال خبرنگاری کار کنیم و حاشیه سوال باش بند ائتلافی در رابطه با سازمان مجاهدین نبرکن چند حزب نامگیری از مردم نامگیری ما هر موقع باشین که آقای دادیار ای ائتلافی که در باشه آقای ما بوده بر نه گوشی شما نزانه نی بهتره همچی که واجه ناصر هم میده حالا اگر باز این توضیح هم لازم نه در رابطه با همین ائتلاف یا روشنگری بکن چه که معمولا کلاب واسه مردم یه مردمان درستن فکر کنم دادیار همین ادعا که در رابطه با ائتلاف سازمان مجاهدین با از مردم برگوته یه پاکی مردم هایش گفتم و در واقع من معتقدم همچین ائتلافی وجود ندارید واجه ناصر هم اگر گشتر روشن تر بکن تی مسئله ها بهتره حالا واجه دادیار وطن ادعا شهر زنده باته میکروفون آزاد کنم که من یه علم بازه سلامت با توجه جانزه برال واجه عزیز جندانه که ورده چی بی تو پدا من یلا گیشته با مسئله ما شما دیگه آشی مکنن و ما چیزی که موضوع سر تمرکز بکن بله واجه ناصر من باید که من کرکم که شلوغه دیگه تو پس واده واجه جانزه ببخش ملک جان وادگاد بینم من برای من یک نظر ندارم یک دو جست کردم تو بعد حل لگه بل ناصر صاحب رحیم کم دارم جواب بده که اجازه هست وقتی جسته بکن رسول
من یا جستش اینه که برعکس جان زیب جانا که چوبشی باز فوکوس بکنیم من بشم که بخشی از مبارزه مردم بلوچستان من خیال شر که این مسئله است شر فوکوس کو و ما این چیز رو ما ساک باشم که اولین باره هم در رابطه با یک نیروی ضد انقلابی مغلوب یک شاه بود بلوچان گالینتا گانتش چیش کتا چی مطرح بود شهر امیدوارم که شما حزب مردم این مسئله گشته توجه بکن برعکس جهانزیب جان گوشیدن باز فوکوس بکنیم برایش فوکوس بکنیم شی سخت خطرناکه باز نقصان در ما زاری ها پولی ها واجب الله ها تمام چیز اشاره کنم من چیز تکرار نکنم شیش تاش با گشته مسئولیتی وقتی همیشه که مطرح بود شما حتما ضبط بند مردم چنگ تاران شکن که واشه باسی بود تا بخش همیشه تاریخی لحاظ به چاره خمینی که موضوع تا همیشه موضوعی که گفته شاه مجاهدین چپ حزب ننشته برای نوارته ما در رابطه با ایشی من خیال تو که حزب مردم فرض در رابطه با این مسئله که مثلا بسیار خطرناکی است در تاریخی و که ملاحظه اشاره کو شما هم تی ناصر و رحیم و اشاره کو مقصد سعید هم اشاره کو بعد یه چیز را بنیاد گشت فکر بکنی اگر بیت بری هر وقت که لازم بی مثلا انو سک لازمه مردمان ذهن الان بازی مردم سه چهار مردم من پیام نگیرم پیام من دوست پیام نوشته شاه سلطنت نروت پلان و ملک تو اول رنده شما دیدم موقع مردم ملک نلوتند نشتال تران رابری و دیگه شماردن زد شاه ما به عنوان حزب سیاسی گوشه که فعلا هیچی بگوشه هیچی بگوشه این بسیار عقبه برعکس بگوشم از حزب سیاسی ملی بگوشم کسی آیی وظیفه منی وظیفه هست من فردم برای شما به عنوان چیزی که بعد راهشون ببی چاشنی ایجاد کنه که تفکرات درست در مردم بلوچ بی برای بارا چی بیتی دیگه چیزی دیگه ناصر من توضیح بود یا جزء من تو اشاره چیز دیگه اشاره کو در رابطه با انقلاب تو نام گیم تو که اینو که رهبندی باید بیاو و شی تو که پاش بکن من فکر کنم شما مثلا انقلاب تو نام گی ایشی هم باید گشت پاش بکنی بنویسی که ما برمان حزب یا مردم بلوچ ما انقلاب لوته تحولی بی پدا تو ایشی روت آی بی مورگا مثل لیبی و مثل عراق و چلبی و ملبی مثلا سوریه دا شو بی باش بازدگتر بی کانو زر و پول و امکانات میدیا هست من طرف پشتیبانی و نیست بنتی گفت تو کار کاری بس دیگه من باز گپ نیست همین باره توضیح بده که مثلا انقلاب و وظیفه احزاب چی بکنیم و مثلا باید گشته پاش بتیم ما روشن باید باشه و گندونین میشه تاکید کنم مخصوص شما را هیچ گندونین دیگه پهلوی والا مکری من سک تورسیت شما را کراواری دیان شما چه کنیم گوشه هیچ قرار بدار به لیشان نم چه خوبینی گانترشون نه پیتا نمات و مردم کشک جرگا مزدور زارشا مزدور اگر مردم ببره نقصان دیگه جانی و دیگه چیزی برام شهر من گپ ببرنی من گوش دارو کو منتوار گپ جت انتش بر پهلوی شهر بانوزی پاکی جنبندی چیه بغیر که جانزی و پاک شما باید در رابطه پهلوی گیشابات کوشش جنبندی بکنی توضیح بکنی یا چیزی که شما ظاهر لازمه بدید لازم نه هم سکوت بکنی و اگر سکوت کرد شو و مردمی که شعار ده بشی حزب وید بشی ما کار مرد نه سلطنت رهبری آزادی برابری نشا میخوایم نه شیخ میخوایم اشاره ما ده حزب کجا سپاجی نویس اگر نکن دیوارال تر من اشاره دیدم من تو درو سلامت باش باد منتوار وجه ناصر وجه رسول جوستتا سلامت بهت من در رابطه با بانو فریبا هم مسئله مطرحی بود که ملکا مردم سامی فراخوان تظاهرات که مشما داتا کرد ممکن حسابش کته به عنوان پهلوی بر خوب مشما وقتی شعاران تو که مشخص کرد که مشما دیگه چیزانی گوشن و یک چیزی باید مردم بزنند که مردمان مخالفت که جانزی به هم گشتی خامنه ای آین تنیا و مردم متفاوتن تا ایران هم بل اصلش اینه که معمولا لاتی نیروان هستند که همیشه لوتا عقب نشینی بکنند یا مثلا فقط یک کانفرنتیشن یا یک درگیری مشخصی یا گندند که پدا همه ده بوده مثلا اروپا وادی که آوادی خوب چپ لیبرال بوده رند چپ به عنوان یک گروه مشخص تری چه لیبرالان و چایان در کپ رابطی مثلا یک چیز مشخصی بود آوادی محافظه کاران و لیبرالان و شان که اروپای تو کایت که گنت مبارزش کده یک دابی لیبرالان مثلا میشه منتظر بودن که ما ممکنه طریق نصیحت طریق خبر تو این کارا متین انجام بده ما تا کنار کشیم ما نکنه یک کارا پرچی آدیگری یه دیگه یاد کدیم ما دیگه یاد کدیم ما یعنی یک حالت اما که میشه ملک است مردم مسلمان تو شیشی کاپلا دست بجن شی تا
دستمال زرابی یا دیگر پلیتین یا دیگه یه دیگه دابی ورگا یا دیگر ایگما ور یا دیگر نند پاداما کن نظام غیر مسلمانی، یعنی یک همچین فرهنگ سیاسی ایران ایگا هم باز برای بوده و ماشا بلوچن تو کامشیت کم بدانید که یک چیزی دیگه نیست، ولی اصل موضوعش که مردم باید ببینید صحنه ها یک حزب سیاسی یک ایده یک هستی ببینید اگر وقتی ایده بلیتید آدیگه ایده برو دیما خود ایده رو دیما چه خمینی ایده رو دیما آدیگران گشتش خوب شهر ما انگار شاه مخالف خمینی بلی کاری مداریم ما بریم خمینی ور ببین چپ تنشر راست تنشر و تشهش یک دابین یا چپ آبادی ایران گوشان تیک چپ کود بل چپ آبادی وان قدرتمند نبوده ولی چون نبوده که مثلا مردم لاتی مردمانی تصوری هندیه بودن سازمان بودن مثلا ممکن 50 100 200 مردم بودن و پایگاه اجتماعیش نبوده رهبریت ممکنه کامل تر پایگاه اجتماعی بیت پایگاه اجتماعی آ شکلی که باید شاهد نبودگش بتونه یه فاکتوری ببنده لیبرال هم میداوته ایران فقط مولانا تا یک چیزی هستش هم سازمان یافته هستن خب بردش هنیگا هم خب سیاست تو که چون چیز هستین یکی وشنتی که چومسکی خب آینک چپن زانتی یا یکی دیگر کتابی نوشتن آدی مردم نام یاد نه کتابی قدیما وانتگد که انجینیرینگ کانسپت یعنی شیک مردم تفاهم مهندسی بکنده از طریق رادیو و تلویزیون همه چیزی که نیگه ما گندگی پهلوی باره مثلا 2009 بعدی که جنبش سبز که بود بازینش ایرانی ها که در کپتن شاید کنده را و بعد رند همشین دیستند که مثلا منوتو اٹکنک بود همه جنبش سبز چرند منوتو اٹکنک بود بازینی که ما جنبش سبز دیگه که لاتی چه ایرانی خب فرصت طلب پا کارا و لاپا و تیگا اما جنبش سبز داتن دیتش مثلا بود منوتو یا دیگه جاگا کارش بود رند ایران اینترنشنال ایشی شهر بود که مثلا یک خاصی مثل روایتی یارتی ما روایتی که پهلوی واسه فایده هست مطرحی کد خاندان پهلوی ایران سازش کد و حتی مثلا فردی مثل که اینم یا مردل که ساوا که چی بودگد پرویز ثابتی نظر نامی که آیش هم به عنوان یک قهرمانی مثلا مطرح کد آیی واسه پروگرام شد که بگر شاه و شعبان و رضا شاه و دیگر و دیگر ایران و چیه دیگر وشی خب ایران مردم هم قبول کد کم و باز لحتی مردمانه بازی دانید که هنگام بله ماشو زانید که مثلا آیه پدا به هنگام که برای آیه برنامه بیچاره همین امرجنسی چیه که برنامه استراتژی هستینتی آیه تو که واقعا هیچ حقی په ملتان په دیگه مردمان کار نیست تا مدام گوش بلوچ باره بس آسن خب شی مشخصه تو دیگه تو نه تو نه چه واسه رو بر مردم باره خبر بکنه بیش بزن مردم چیه گوشه هنگام خود زان مثلا چیزی گاشتی تو مثلا یه ورکان یه خبر منیکتی دردان نبود تو مشاوران دیگه چیزانی گشانته مشاوران دقیقا همشان که پهلوی جیم ایران حکومت مزن بودن و همه روش کار کنه مردمان بی عزت بکنن زا بدن زکات بکنن و چندیگا همشه مشور جنین بنده کشن اعدام کنه بدانید که خب تو باید مثلا شانه بگوشه ولی یه پای معنی نه که ما مثلا یه جنبش آورم به جنبش بعد ور پچه که بلوچ حق رگ نبی کردا مثلا یا ترکا هم یا برش کو ما ور نبی کوشش کنی ور نبی مردم مجبور کتن ور وانته مجبور تا اعلامیه بدن ما دیت لاتی بلوچ هم که ما ور نبی پر ما شما اول از آن می ور باید بچه که انچو که دا جانزیه با هم گاشتی من خیلی سکی شهری گپ یال خارجشی که تو چی فکر بکنم دیگه چی فکر کنشی که برای مردم ها هنگان گندگن مردمانی که مثلا تو سای بکن مردمی که حالا جمعی حقوقش گرفته 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون کم مردم بوده 40 50 میلیون حقوق بگیرید بلوچستان تو کا اگر 50 میلیونش هم گرفته انو گواهی هم هیچ کت نکنن خرید کت نکنن خب مردم چاره ای لوت نده و اگه یه مردم پدا آینده چیزی لوت نه چرا سولیش شما گشت آینده چیزی لوت نه لوت همه چیز ببیته که هنیگاه هستن بدانید که از مردم بلوچستان باید یه میدانا باید بیت و تی ایده هم مطرح بکن نه اینکه ما پدا خوب ما یک کسانی که ما مثلا یک چپ مختلفی هستند خب سوسیال دموکراتی چپ هستند که سعی کند و بخش دیگر جامعه به یک شکل سازگاری جور بکنند یک بخش دیگه چپ هستند میشه که عادی
میمیا آ کتاب فارسان ترجمه نکته به فارسی ها کلو نایزن کلو نایزه آیه بوان تا مثلا رسول جان شکر ندن فارسی بل ترجمه نبوده من به انگلیسی ها شش 10 شماره ما کتاب ما گرفتم من هر بلوچی گندم بری که انگلیسی بلدن دونی بانیته خاصه ما بلوچانی که کمونیست داناته آیم کمونیستی بوده پیش گفتاری هم جان پل سارتر نوشته اوراندا کی نامه ندیمه گوردین نوشته دومی فصل اولی هوردین کتاب بل معنی همین خبران کانتنت کوشیک مردما مارکس هم مثال جانتی که مارکس نظریات هم وادی کمونیستی هم کمونیستی بوده لحظی همه چپا استفاده کنه په این خاطر ملت سردست ملت یک زیر نظری آیسر حکومت بکنند و تا بالاتر زانند یعنی یک فارس کمونیستی هم ایزر آیی و تا بالاتر زانند حتی اگر اوشی که به اصطلاح آیوت یهودی بوده تونس زندگی کنه بعد یک فرانسوی من یادم چون ما یهودی بودیم ما وقت مسیحا متفکر نزدیکترین اقلیتی بودیم مسیحا ما رو گفت نزدیکتر کتا ما جان هم فرانسوی گرفته بل پدا هم گویم برابر نبودیم چون پدا هم اینی باکرون تونسیه کتابی واقعا خارق العاده بل فارسان ترجمه نکته چون اگه ترجمه بکنه من بلوچ اتیتود ماستری فارسی گندم چه حقوق بشری بیته حقوق بشری فارسی هم گشتش و شونیسته سازمان ملل مردم هم گشتش و شونیسته اجتماعی هستش میتوکا پرچیان مثلا یادت گمدن روین ننده کمیته ایقتیابی 5 دانه ایرانی حقوق بشری کیتین تمام میگن نسرین کی نرگس محمدی عکس بره من گفتن ایران دیگه زندانی نی بلوچ زندانی نامش نگیره فقط نرگس محمدیه دیگه هیچ زندانی تا ایران نیست هیچ زندانی تا بلوچستان تا کردستان نی آی و همین آورم که تمام که فکت فایندینگ میشن دیگه ما هم تا استکهلم تا پن فاندیشن ها و الو جلسه هم بود میدون تشکیلات ها یارده کمیته ایالتی ها اینا بیچاره تا چطور که شوونیسم هستن تا اینا همین آورم آمار گجران درست دیگه ما که بیچاره گجران تو که تینچ شوونیسم هستن ما همین آورم که نرگس محمدی ببخشید یا آورم کتا ولی پایی هم که آی در واقع لگژری زندانی برای بلوچ زندانه بیچاره عرب ایگان کرده ایگان خاص بلوچستان ایگان آن نام کس نگیری تمام ایدانی یک لگژری زندانی درش گرفته و آب از اگر نیلانته مسئله اساسی همشه که چیز متاسفانه هسته خارجی شی که تو بیای بگوشه مادرو مسلمان مؤمن مادرو یکی یه بلوچانی که طالبان ور بوتگه هم تجربهش کنه یه بلوچانی که کمونیستان ور بوتگه هم تجربهش کنه که نه هم چیزی نیه همچون برابری تا اسلام هم نیه همچون برابری تا کمونیست هم نیست من تا بلوچ باید بیتی بلوچه بداریم تا ایران هم نبیتی تا زمانی که بلوچ قدرتمند میبیتیم بلوچ باید قدرتمند بکنیم شما ایران دارگای چی ایرادی نیست ما تو سوسیال دموکراتی زان آدی گفت کمونیست زان آدی گفت مسلمان زان تا هر کسی هر چیزانه بالا اول باید بلوچی ببه کانسپت اولشی بیتی که بلوچستان باید بلوچی بیته اگر نه مشکل کپی مردم اگر نه سرزمینی برانتی پا دیگه نامی باشه ما شو با توجه بکنه سلامت به و اشی که مثلا ما یک چیز مشخصه که ما به خاطر ما یه چیز ناسیونالیسم سک مهمه ملیگرایی سک مهمه ولی خب ملیگرایی ناسیونالیسمی که من برتری طلبی بیتین به هر نامی بیت مثلا تبلیغ بکن که زبان فارسی بهترین زبان فارسی بگره نه شونیسته بلوچ طوری که بیتن یا هر کسی دیگه بیتن من بلوچ کمونیست دیدم من اوشیتن شو پارسی بلوچ زبان سر اصرار کنه فارسی زبان بهتره همه که لیدر همه که مقاله نویسنی چپان مقاله نویسنی مردم همین خبرش کده بگم شو پارسی و تیز تو که اصرار کنه زبان بلوچی چه اصرار بکنه پارسی اصرار نکنه هیچ همه کلونایز مایندی هستین تی که فارس بالاتره فارسی زبان بزیر به نفع ماه هم کمونیست بالاتر کمونیستان بلوچستان نامش نگم ولی چیز هستن و یه کلونایز ماینده من نزانم که کتاب وانتا یا نه وانتا گشن متوجه بودن یا نه ولی اصل شد که ما شما باید هیچ چیزی ها چه بلوچ ها چه بلوچستان بالاتر مزانه درستان باید برابری بلوچه نه به تسلط آزادی و برابری نه شعار مجاهدین بده نه شعار پهلوی بده بابت عدم تسلط چور بکنه
عدم تسلط بلوچ مردین پجری نامه بی مسترین برات پکسترین برات هم بی جمهوری سوئد پادشاهی ملک جمهوریت سوئد های که تا اگه چوکا بزنه دولت توگری چطور تو حق نی چوکا بزنه جمهوریت یعنی همین چوکا چطوره نصیحت کنه چوکا تو با تربیت بکنه اما دولت مثلا همشی که مردمانو مدرسه اند بکن بهداشت اند بکن کار جور بکن نه مردمانو بکشید نه ایش یکشن جمهوری جمهوری بالاتر دموکراسی بالاتر لیبرالیسمه ولی نه جمهوری که جمهوری خانی ایرانی بشنته ایش با توجه بکنه سلامت ببخشید نبر پر دراز کشتم سلامت به ناصر باز من نفر توضیحات من واد واجه عبدالغفور گه واجه عبدالغفور پهل کن که تی ساک دیرن تی باری گیتا بله میں گپ دراج کشتا واتی نیکو بم پتو نداره گپ نکنم من یه گپان دیگه سنگتان کتم من گپ نکنم گشتم پروانی وادنی نه واد هسته تو تی دوینده اینو تو تی گپان بجن که نه این شپی مشوار واد دینا راست آه وقت آه من یه گپیشه میشم کرن تی گوش گنگ من زبان تو با در صورت زبان من نه بی باوره من تو زمین جنپانی کردین یه تا پیدا برام یه سنگت ناصری گپانی چی هست من جست یشه که هنچه که ما شما گردن که کردان گومت بازی موچی یاری بودن بازی اطلاع پیادشته گوتی احزابیشان آیا حس مردم و همچین کشی کتک یا یه دیگه احزاب همچین جست پرسی کتک یا نوات من جستن گوارن کوتاه همیشی من نتواش مثلا گرن واجه ناصر من الو واجه عبدالغفور جست ملک شد جان بیژن فکر کنم نوشته که لوتی برزا بیاد. او ملک جان من یا جوست منی که پوره جوست کو من دیگه جوست یا من جوست نکرد وقت کمه اجازه تو جوست وطن تو آه جوستی آه تو جوست راست جوستی من بان نکرد گرام وقت کمه من دیوان دراجی بی تو گشته گپ شما دیوان شما مردم هم ناصر رحیم باید گپ بکنه کمیش من جوست یکیشی جات من گپ کپور بزن جوست کو برای بکن جانزه کپور جان جوست بخشن کنی کو در رابطه با شما در رابطه با اتحاد و ائتلاف‌هایی که به شما نزدیک بوده جمهوری خواهان و در رابطه با اتحادیه فدرال کنگره فدرال شما باز حرکت خودت بود خوبه حالا شما نظر بود شهر ولی انتو گپور جوز کو بر روشته جوز کن اما وعده که ما شما زمان ما شما زمان گفتیم تران زمان فلان فلان شما نرو تراش کش مهم نه لازم نه بگوشونی که در رابطه با این اتحاد و ائتلاف من فردی بری که ما شما دیگه وقت کپ بوده به سنگتان لاتی مترکم تبع که گرایی ما کردیم که یک مسئله بسیار اساسی شما این حتی من شما گپ کوتاه گواده بلوچ تنظیم بلوچی هر چی هستن با اختلافاتی که ما را هستی این مسئله است شما کار نکوتا و دلایل من زانون چی هم برای کوشش بیتین تو گپور جز کو مختلف کنه حزب نامش تفاکی نظام داخلی حزب مسلح هر چی هستن ایشان باره من فکر کنم مشورت انتو آب سنت هم شما جمهوری خواهان فلان فلان خارج از کشور اطلاع کنی یه فرض برای فرض کنیم چیز را که فکری بکنی نشستی بگیری حرکت بکنی در چیز موارد من تو قبل تا شما تونی گویشان منوط پیشنهاد شی ائتلاف و اتحاد مکنی در بعضی از مسائل تاکتیکی در رابطه با اعدام بیکاری خشونت علم حقوق زنان شما تونی بالبلد جنینا که جنین جتن کشتن چوک جتن سورای pe جنینی کشته همشی بارش تو را پلان هست پلان شما هستی با شما تو بیای بچی کنی هر کس اوتی اعلامیه وقت بگونید وقتی بکنه شما باید برید یه بار بکنید بعد رای در بگی که نشست بکنید این مسئله اگر حل بیته به نفع جنبش ملی بلوچستان یک دیگه چیزی شما یک چیزی که شما شمشته تو اقدام باشه بلوچ ما اعتقاد بیت درسته ما شما هست مردم بلوچستان ایرانه ایشی باره شما بی توجهی چند مردم من گوشی این بلوچان جلا گوان کشته گوان مولانا دوست موین هم گوشت مولانا بری گوشت بری سکم آب بلوچان جلا گوان تو کشته گوان بارنگ نیمک آدیون دکتر بارنگی ایشی باره شما رسمی گپ نکوتا ایشی هم پرزه این هم پرزه چیزی شما به طریقی باید
بلوچستان جنان کشند مخش بارا کارنی ما جنان تو برام ایشان هیچ وزیر رسول لازمی چیزه ایشان بارا تا تانو گپ بزنه جنبندی دیگه کن. گپ بزنه یا یه دوین چیزان سگ پرزه چیزا در رابطه با جنبش ملی و این چیزا که توجه باید بید من منت و من دوست نکنم. سلامت باته. من یه ماشون باری په باری که بریم بهترین یا دیوانی دا با وجه رسول هم مثلا گربر بیته چه که من هم یه درگاه تکم که دست گرد بیتونه مردم چی بیته نه زنی ماشون درو کار کنه و ایدان تو زانه که مردم چوه نه هریه که درست که باز مسئولیت برای من درات کنم نزن دیوانی مکی جستا تایی چی بکنم وجه عبدالغفور هم یه جوسی کو وجه ناصر تو یه دوینا پاسوا بده و پدا برما وعده دام وجه لطیف سلامت واجد گپوی جانی جسته خوبه جست و ما پیسرترام کوشش کته شما را یاد بیتین چون سال پیش که مثلا وقت زرومبش را یک تشکیلاتی ببین که اودی زرومبش مثلا فدرالیزمی لوته تنچ حزب داوا بحث این بودن تا نروژ تا سوئد تا لندن بل خب رابطه هم دیم په استقلال نیمگا و یه امکان وجود نه چون مشور بلوچن تو کازانه مسئله جیبه که هستن تو کردانی نام گرفت کردان خوب دمی زن زندگی آزادی تیما پیش جای یک ائتلافی جور کتگت مرکز احزاب کردستان که رنده تو که اختلاف گیشتر بودن ناراضایتی تونش گیشتر بودن و همین اولی بیتک مو پیسر هم دیسته ازبان گروه ها فردا با هم دیگه جبهه تشکیل دهنده متاسفانه گشتر به ضرر یک دیگه عمل کنند تا به نفع جامعه تو کا ازبان نه من یک همکاری بکنند بلکه یک رقابت کنند تا آخر مشکل که پانته و همین انیگاه ماش ما دیست مثلا زرومبش و اف بی ام ها یک اطلافی جور کت یعنی مگو آنی مگو بلوچستان درستگی نه آجویی و پداشن تو که چه اختلافانی چه مشکلاتی پیش همی 6 ماه سالی پیش و ایشانند که جبهه متحد بلوچستان پیسر بود که متاسفانه اما سالان 2003 و شانا و دا هم آدابی که دلکشتش دیما نرفت گیشتر نارضایتی پیش تاشی که بسلا همراهی و همگامی بیتن هر کسی وقتی کارا کنه این شهر بکنتید و پدا بلوچستان تو خزانه حزبای اکثری استراکچر باید بیتن اکثری توانمندیان مختلفی طرح باید بیتن و برحال ما را خوب یک سری روابط هستند داخل کشور بحری چه بلوچستان جامعه که فعاله و مزانید که آیه بلوچستان تو که شریس را پتانسیل هستند آیه گمه رابطه نزدیکند آیه ما را همدیگر هماهنگی هستند و یکدیگر را مشورت هستند و هیچ مشکلی من خیلی چه هر گروهی چه هر طیفیا کرد ببن شهر ترک ببن شهر فارس ببن شهر ما بلوچانی هماهنگی آینی که مطرح چهار کسی که گیشتره و چهار کسی که هم بهتره چون مثلا ما په یک جای اعتراض رستگی که برای حزب مردم بلوچستان یک جای اعتراض رسته که مورد قبول بخش جامعه آیان خوب بوده هستند شما قبول بکنید چه مکنید چه ما بالاتر فعلا ما گوی یک دیگر را به قول معروف یک فارسی اکشنتی تفاهم اردو اکشن سمجوته بلوچی بگوشنی ما صرف یه همسنتی همتپاکی یک همگرانچی شهری هستیم و من موقعیت منی خیالات فعلا چه هر یکی چه دیگه ملتان بهترین بله خب مین ائتلاف یک ائتلاف ما حزب خارج کشوری نه ما یک حزب داخل کشوری در واقع چیزی که ما شما ادا گنده شی کوی یک سری حزب مردم یک حزب بلوچستانی داخل کشوری هم از لحاظ فکری هم از لحاظ هوادار و اعضا و دانید که حزب مردم فرق کنته با دیگه حزبان حداقل در یه ساعتای بلوچستان ایگان کردان خوب هنگاه هم پیسرتر هم گاشته هنگاه هم کردانی خوب مثلا حزب کمونیست کارگری و حزب کمونیست ایران اعلامیه جداگانه داده حزبان استقلال طلب جداگانه داده بعد دیگه 7 حزب با هم دیگه اعلامیه داده گش و 7 حزب مدت این رنج ما جنگال ورتش به یک طرف بنیدن همین حزب هم دیگه حزب نه اعلامیه تا کنگره متفت از گونه ملو چنزی هم گونه شبر کنه که شما با هم دیگه بده اعلامیه ده ولی نه بیان کنگره بیاید درو با هم ببین کنگره اعلامیان یک راجع بلوچستان دین کردستان آذربایجان عربستان بیا یه طرف کنگرهش دین که ما شما درو یک جا ور ببین هم تو ساده نه دوستان عزیز شما نگینده جریان ها ما جریان گیدم من گوشو واقعیت گوشو
هم چیزی نیه کردن تو کم چیزی نیست. ایشی که مردم کردا کاینتن اعتصاب کنند مجبورتن مردم یاتن درا حزبان سیاسی کردا پشت منش دیما گوشه گم مردم کرد شان دیماترن مردم یاتن درا آن تازه یاتن گوشه بره اعتصاب بکنه ببخش من یه بارم که مردم وقت اصلا لازم نه جمهوری اسلامی و شهران بندگی چون دیگه چیزی نه دکان واب کنه مردم هم زهر نی چیزی بزورنته بره به خیابانا بگیره ما اعتصاب کنیم بلوچستان تو که مردم گرجه مزورن چه ضرری کن جمهوری اسلامی ایران ولی ممکن کارخانه ببستین نفسانت نفت ببستین
پدا جالا هم یک دیگه کامنتی داده بیا که بله بیا که مارنگا بیا که مارنگ گوشید بلوچستان مغربی نیند مشرقی نیند بلوچستان یک کند یه مارنگی ابر ما عمل زمینا گوادر نیلبومی زمینا بیتگند برای لایبتی اعتقادیم بانو مارنگی که مردم اندگی مرزانی که گیشی نبتگن هر یکی گوتی ادبیات گوشیتی دیگه دادشاه زرشانیان بر بزورت یک کار جز انقلابت مالی کمک کنک هم ضرورت شما چی باشید وجه ناصر گوره من رأیم وجه لطیف نیمگه وجه لطیف تو جسته کن گوره یا نه که وجه ناصر تشن پس واده نه نه legislativ جوستا بگیرید یا پاری ما هوت جوست کنم بلی یا ها پاری شه و شه ناصر جواب شه داده. ما امید کنم من صدا هست. ما درود و درهبات گوشان درستین دیوان نندوکا. البته من را اصل مطلبی که شما گوشته نوکین جاوران باره و گپ تران هاترا ما شما همیشه البته یه مطلبی گوشین و البته شاید شما نیم ساعت اول من ور نبیتگم شما یه بار گپ ده ولی نیم ساعت هم فکر کنم کمه و یه دیگه گپ شما واجه رسولت واجه ناصرت واجه رحیم البته شما یه سیاسی پارتیان کتن تو نیمه جست گریبان یا آخری بی سوادانی ایشی بیتن که تقریبا همه اعلامیه که ما دادگاه ملکا نیشی من جزنه مردمان جسته که شما مثلا کای گوشک اعلامیه ده بالاخره ماره انقلاب کنی شما مثلا وقت دنا نشتگی دن مردمان دغدغه نه نان نه آب نه برق نه چیه ما دغدغه فعلا همشین و به خاطر شیا ماره دنا اشیا که مثلا رندام زبان بلوچی بی تو بالاخره ما حق حاکمیت لوتین شی که درسته بل فعلا ما رو چین گپ ترانی نیه ما مهمترین گپ نان و برق و آب و همه چیزا که شما را این دغدغه نیستن و شما مخالفت کنه آیا مثلا بالاخره چی انقلاب جرقه وارتا ایران تو کپرچه من گجران هم باز نشته گپ تا گو بلوچان گپ تا در مورد شما بحث تران و گپ کتا ملک مردمان گپ ایشن که شر شما دن ملک و دن که نشتگه آیا شما را مثلا یه قدرت های هسته مثل آمریکا این بریتانیا این بالاخره زور و همشان دسته یا حکومت کارا نینده نه ایران تو که حالا شما معنی شهر یا نمعنی شهر باشی بله شما را مثلا آیا مثلا نندگی گونی مردم ها مثلا گوی کشوران بیته یا نبیته بالاخره که ما امیدوار ببین که آیا شما را بحری رسید چلی حکومتی ها یا نه یا اینکه شما را که مثلا ننشتگه حالا در داخل تبلیغاتی که کلن بیگه سرمایه دارانی که هرچی جا کهته مثلا ایران اینترنشنال کلن وقتی یه خبران رضا پهلوی که ها را لحظه صدایان جعل کنگه گشت مردمان اینترنت در داخل بلوچستان ضعیف کار نکن گشت ما تلویزیونان چاره تلویزیون ایران اینترنشنال مثلا تمام مثلا روچ شاهزاده رضا پهلوی گپا کنگن و مردم تقریبا ناامیدن یه دیگه احزابان سرا یه دیگه پارتیان سرا آیا شما را گند و نند بیتا یا ما امیدوار به من جز نی همشیه آیا ما را شما را چه آلترناتیو دیگه ها گونی کشوران ساخت باخت بیتا یا نبیتا یا فقط ما شما مردم دن آد کردن تو دیگه هیچ آینده نیسته همین سلامت بلتیف جان باز باشین جوستی اولی گپا بکنم که خب هر حالی که گوشتانگتان گوشن که اف پی ام مزرون بشه اینگاه ائتلاف دیمانه رفته گوشین نیستینم پسر ترا بوده ما هم گونه خبر کته اف بی ام گوما هم کان تماس گرفته ما گوشت که شما جاگا فرق کن اینه مگا فرق کن شما وقتی کار بکنه ما شما براته ما شما گویا دیگه یکی و ما هم نگوشته بلوچستان دیگری ما هم یعنی هم گوشت که بلوچستان یک بدنی و ما وقتا معمولا کلمه گولد سمیت لاین یعنی مگانی مگ بل خب دیگه سیاست تو که تو مجبورت نتونه کانسپت دور بکنه اصلا مفهوم چیکار بیته مهرنگ خوب یک فعال مدنی و قابل احترامت و سک تاثیری بیته بلوچستان هم مش نمیگم شیک مردم بلوچ تر بوده گند مهرنگ هم مزنی اثری بوده
مهرنگ واقعا یک مزنی پدیده په بلوچستان امیدوارم تا همیده بداریتیں و تا آخر همیده و بلوچستان مات بیتیم بلوچستان و یه چیزی توانمندی هم چون جا که آیی و آیی تیم تو که هستیم. خب نتیجه مزنی مبارزه ایه مهرنگ مبارزه چون دهه بلوچستان بوده برای انگلیزان برای پاکستان و تجربیاتی که بوده و کسی رد نکن. ولی خب اف بی ام و بزرمبش یا آجوییشان گو یک دیگر ائتلاف کد گو یک دیگر همکاریش کد گو یک دیگر ور بودن و شیش تقریبا حالا رند پدا نتایتند مشکل پیش تا پدا وقتی مسئلهش پدا آجویی و زرمبش با هم ور بودن تا نامش بدل کو پدا گو یک دیگر هم نتایتند چا بی اف بی ما در کپتن ائتلاف در کپتن گوشت ما دیگه همکاری نکنه مشکل پیش تا آجویی و آن تو کا ای بودتگن تا نگاه دیم نرفته هم شما نبودتگن سیاست تو که همه دابید چی تری دیگه چیزی نه و ما وقت سنگتان اف بی ما هیچ مشکلی نیستین و ما از بین المللی هم گو یک دیگر روابطی هستین و یک دیگر مردمه یک دیگر مخالف نه یک دیگر دوستین و یک دیگر به صلاح اگر بیچ وجه با هم دیگه رقابتی هم نیستین تا آنی خب شرایط فرق کنه شرایط فرق کنه آیانا هم ولی خب ما وشتید که ما را فعلا این چون وحدم نیستید ما بودی کارش انجام داد و یه بودتا حالا که دیمان رابطه اگر نبودتگت پرچی رانده گوشتش ما با هم ور نمی پشتو که اختلاف پیشد پرچی مسئله پیشد کسی که با هم دیگه ور نبودتش تو رو که اختلاف پیش کرد حتما ور بودتک مردم اختلاف پیش کرد ادانید که چیز بوده و یه چیزی که واجد دادشاه که خب مسلما یک حزب زمانی دیما روتید که مردمی کمک بکنن مردمی کمک بکنن نرو من یکی چه مشکل همشه ما مثلا تو انتگه گشته جنوب بدارم ولی رو دو هفته گوشو مردم به 2-3 هفته بعد دایید ما بدارم 2-3 روز تو بدارم گشته نتونم بدارم چون خرج هتل هستین خرج ورق هستین مرخصی هستین ما کارمندیم نتونم بدارم خب مشخصا اگه از مردم مثلا تو حزب کردیان کادر بودین که بتون اینترنتش مثلا آزاد کار بکنن خب باز کار دیم آورده گرد باز کاریم بهتر هم همین کم کن چی هم باز کار دیم آورده چون همیشه مثلا استفاده کنم که مردم کم کن زران بل ابتکاری بی فانتزی بیتیم باز دیم آورده و ما واقعا چه استفاده بود و یه توانمندی که از مردم بوده اشی که مردمان لاب لوتن شی ماشو تیز مردم همیشه خبر کتال تیجا و منشپی هم گشت بلوچستان غربی مردم پهره یا چابها را در کپتگن به این خاطر که تورم میتوادن و همین برم کت مردم اگه 10 میلیون گرم ممانی که باز گرگن باز کن 15 میلیون گرم 20 میلیون گرم بلوچستان تو کانی که ممکنه 50 گرم سگ کم فرمانداری شهرداری مستری دیگه جاگای مدیری مزنی اینگوانگو چیزی رسیدی ولی آینی ذره ماشی در نوارده ما گپ هم شد ما پامشو در کپتگی ما گوشت مردم در بکپن ماشی منتظر نیستین که مثلا بگوشین که ای بیتن یا بیتن مردم مجبورن دیگه چاره‌ای نیستش ما باید مردم همراه بیم حزب سیاسی وظیفه‌اش یعنی فکر کنم 6-7 سال ما یه برا کنه گم حزب سیاسی مثلا رهبری مردمان نه تانه کن اصلی وظیفه یک حزبیه من میشه گشته بلوچی و بتلی هستیم شابشون جن لوگانیگا شولان شهرها چاکرگوارام که هست بله بل شهر کانسپت و معنی یکی بزانتن و بانی تی شری سرا شولان منی خیلی بلوچستان یکی چه مصری مردمانه چه چاکرام گوارام و شیعه و نوید بنده که درستن گویر کنه شولان پده هم بالاترین شخصیتی بلوچستان توکا شاعری که شهر رندولا شاعری بسته تأثیری هم گشترین بلوچستان توکا چه چاکر هم گشتره چه گوهرام هم گشتره 1000 برا گشترین چه تأثیری بلوچستان توکا بلوچستان زنده کنگا شولان تأثیر بوده بلکه آن مرگی تأثیر بوده چاکر و گوهرام شولان بلوچستان زندگی کنگا تأثیر بوده آی گوشی که آفشون جن لوگانی حزب کارمشی کافشون بجن هنیگان کنچوکش ما گشت مردم در کپتگن دنیا ایران چارگین حزب مردم بله خوب حزب مردم بعد مدت بیچه بلوچ نیمگا من چو گشت حزب مردم تو گونش بنین دیابر بکنته ما هر وادی بلوتوت اونو گو آمریکا وزارت امور خارجه خبر کنه در این ساعت حالا ترامپ گنده آی که ترامپ پهلوی بگن امکانی هست واقعا هیچ شکی نیستن ولی اصلا بی معنیه آدابا که مثلا تاثیر ولی آمریکا وقتی محدودیت هستن آمریکا غزه مثلا سوال ترامپ کد مردم مجبورت هم اسرائیل دیگه شو جنگ کنه کو هم غزه‌ایان برخو غزه مثلا حل بوده ترامپ وقتی محدودیت هستن
آمریکا هم محدودیت هستن، چون نه آمریکا هر کاری تو بکن. اوکراین مسئله حل کنه شما شای بود. دنیا تو ساده نه، ایران هم تو ساده نه که ترامپ بنین دیتونو بس دنیا دیگه ولیاد دستا کنه، هم چیزی نیست. فیا عکسی واسطه سگ شهری. ولی آمریکا هم چونه که دور چیزا بده پهلویه. یا پهلوی هم تا شرایطی نه که همچی کاری بتونه انجام بده. نه هنوز رضا شاهی بود کنه، نه خمینی هایی بود کنه. ایران حالات هم فرق می‌کنه. هنوز چیک ماشو گندگی این شپی سه شهر بلوچستان شهرها در کپتگان. مردم بلوچستان و عملیات هستی. ما وظیفه همشه یا عملیات تبدیل به یک نتیجه ای بکنیم. و ایدا باید این ما رو بلوچ کمک بکنند. و اشیا باید جرأت کشون te خارج کشور از مردم تو یک کار بکنن ولی همه آدم گشت از مردم یک حزب خارج کشوری نه واقعا از مردم از داخل کشوری از مردم نیرو تا داخل کشور ممکنه چون برابر ها چیزانی که ما شو فکر کنیم خارج کشور هستیم از لحاظ فکری ما فکر کنم از مردم موفق ترین حزب بلوچستان بوده یا هر تفکری دیگر مرشی از مردم تفکر تا بلوچستان گشتن طرفداری هستیم اصلا برتگی جامعه بلوچستان و نادینه بود فکری بلشی نادینه کنه تبدیل به یک عملی باید انجام دهید بیتین اشیا من خیلی تنها حزب یک توانمندی است از مردم بلوچستانی و بلوچستان خب از مردم یک کادر سیاسی هر کسی تماس گیرید هر کسی تون گونی تماس بگیری و از مردم گونی تماس بگیرید بلشی نتیجه همشین که بلوچ مردم تا بلوچستان هم از مردم توار بکنند اما دو که گجرام چه بیاگلیا نه یعنی که کام پهلوی توار کنند از آن پهلوی این فایده دادن پهلوی آماده بلوچستان اهواز درستی ایرانی زران با تهران و اصفهان خرج کن یا دات ایرانی بران کالیفرنیا زندگی بکنه یا فرانسه همین دو که شاه زمانه بود همین عربا هم ایران که عربستان سعودی گشتر زر هسته ولی عربستان سعودی اگه پادشاه خانواده دوزتن بل زرش عربستان خرج کنن ایران مردمان گشترین زر برد تا کالیفرنیا فرانسه خرج کنن شاهدی امداد تمام گو هواپیمای مخصوصی هست هر روز مردم یار تا هر چهارشنبه هامبورگ خرید بکنن برگردن میوت شاه مردمان چی فایده رسید مردمان واسطه بلوچ باید این وقتی نمایندگی بیتین وقتی توانمندی بیتین که ما بتونیم با هر کسی پهلوی بیشتر حزب کمونیست ایران بیشتر نزانون دموکرات ایرانی بیشتر و لیبرال ایرانی بیشتر رو باند ایران حکومت نتانیاهو بود یا هر کسی دیگه بود ما تهران تعیین کت نکنه ولی هر کسی هر چی گوشی ما شین که ما بلوچستان باید بتونیم تعیین کننده ببینیم بشی زمانی بیتند که همین دعوا که پهلوی توار بگی بلوچ حزب مردم بلوچستان هم توار کنه بیتند را مردم زانت تا بلوچ نمایندگی هستن و بلوچ نیمگا کانتی و بلوچ مشکلات حل کنه که دیما روانتی برش دل جنب که ما گو مردمان یه پیگرانه این برحال راستش ممکنه سویدا کسی که زندگی کنتی اگه بیکار همی بیته برحال دولتی هستین تی بلوچی بتلی هستین کشی گوه که وروک بارتو گوه که جنوب بارتو اشتر مردوار ملک وطی بات حاکمیت گنوار خب سوید ملک میوتی نه بل حاکمی گنواری حاکمی و ما لوتیم بلوچستان هم همی دا بیته حاکمی گنوار بیته بلی گجره چه ماشما خوش میتند بلی دی کسی خوش میتند بل بلوچ حاکم چه بلوچ خوش بیته مسعودانه هنو ایران حاکم چه ماشما خوش نه پهلوی بیته پهلوی چابهار تمامیگه اینا داته بودی مردم شما برای تمایی فارسان علاقه بچاره آن پایین نامنی هم نیسته آن یکی کشاگ نبی بلوچ کشاگ بی آن چوکن گار بی بلوچ چوک گار بیته حالا ممکن چهار 20% جمعیت غیر بلوچه چه دیگه جا بلوچستان هسته چه دیگه جا ایران هسته آن یک چوک گار نبی آن یک چوک جنگ نبی یا جنینش جنگ نبی یا مردمش پکاچاک گرگ نبیته شیفش کلونایزیشن بلی بازی چه میشه سانگتا قبول نکن که ایران فارس کلونایزر نه کلونایزری شه استعمارگری زانگ بیته تو برای علاقه یک فارس زندگی که امکانات یک فارس تا چهار هسته تا زایدان هستیم بلوچ نیه اشیا آلبرت میمی هم گوشی وادی که یه دابند کارگر آ منطقه آیه چی زرش داشت تو کای بدی آب و هوا آیم استعمارگری ثابته شت بلوچستان شری سر گنده گم پهلوی زمانه گنده بوده هنی هم گنده بوده خارجش یک مالوتینگ معمیده گشت انگلیس هم امپریالیستی بوده هم هند و هم آمریکا زیاری آرتگند با چارلز دکنز کتابم بانه لندن و بازدگی و بدبختی سک باز دماده به فرانسه ها لس میزربولا ویکتور هوگوی گا بیوانه ایران آیه گشتر زانت های کتابا
بچاره ودانی وضعیت چطور کا بوده ادانید که شما باید این مثلش توجه بکنه اجازه مده به نام کمونیست هیچ کسی واسطه مثلا بلوچستان مستعمره بیته نه په کمونیست نامه نه په اسلام نامه نه په دموکراسی نامه بل ما شزانه که بلوچ مردم ها چطور بازده هنگا و ما پام شباد در کپته که ملک یال داته حداقل دروز آنانتی که من خوب زندان هم رفته همه ودی کلاس اول دبیرستان بوده کلاس اول راهنمایی هم گو پاسداران درگیر بوده به خاطر همشیه که بلوچ حقوق واسه مخالفت با چیزی که ایران جمهوری اسلامی بوده و همه ودیان پاسداران من یه افتخار است گوشته که شیعه با آدم نبیتیم و ما واقعا هیچ با آدمی نبود که جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت دیگه ملت بلوچه سر قبول بکنه ایشی یک چیزی که همیشه بوده و همیشه هسته سلامت به ما شما امیدواریم که همیده دیگه برین و یه باز باشی چیزی که مشهد گپ زد و همیده من باید گوشم حزب مردم بلوچستان مروجی تو تا بلوچ مین استریم سیاست بیت دیگه حزبی هستن دنیا تو که باز همیده ما باش و این ردا همه برای کرد و ترک و دیگه دیگه ماشوا بلوچانی وضعیت حزب مردمه و تا دیگه بلوچانی که هستن احزاب بلوچ مهمی که هستن چانیک مبارزه مسلحانه کنن چای مبارزه مدنی کنن و تیز مردم ها تو نه همکاری بکنن و دیمتر ماشوا همکاری کنه من وظیفه هم شد که بلوچستان تو که یک بالانسی جوری بی نه مذهبی سردست ببن نه غیر مذهبی سردست ببنده نه یک طبقه سردست به عنوان بورژوازی بلکه تمامیگی بلوچان بتونن هم دک ما باش تسلط هیچ کسی نبیته و هیچ نامی واسطه بلکه جمهوریت بلوچستان ببیته مردمانی حاکمیت ببیته و جمهوری واقعی مال بکنه نه جمهوری اسلامی نه جمهوری اسلامی پاکستان نه جمهوری بحثی عراق و سوریه و نه جمهوری دموکراتیک مثلا کره شمالی بلکه جمهوریتی که عدم تسلط هیچ کسی سرپرستی په دیگری هم بیته نه مردین په جنینا نه آدیگر په آدیگر بلکه یک برابری و انسان دوستی بیتین و بلوچستان مردم آباد بود یزد متچه مرمان پاوتی مریضی کرمان مرمان تهران مرمان مشهد مرمان بلوچستان پایین تمامی چیز فراهم بیته سلامت بید شما شب باش سلامت به ناصر جان واجه عادی آد که واجه عادی یک گپی و چیزی هستی واجه عبدالگفور واجه رسول مشروع برات گوارانی که برزت من بردن جالا چون که وعد چیه تو پیل کنه که دیوانه چیه همشین که دلا میاره واجه رسول واجه عبدالگفور تی گپ جته کنه تا من روان جالا واجه عادی تو تی جوستا بکنم دیگه من دیوانه بند کنه سلامت درود من حقیقتا جستی نیست چون که دانا جالا من کامنت سیده من اما یه باید بیایم فری گپ بلوچستان بگو. مومنت یا اف بی ام گو بلوچستان آجویز رومبش یا بی آی ام هیچ وقت ائتلاف نکتا یک منی چیز گوشگاه ما واشن یک روچی بلوچ قوم یک ائتلاف تشکیل ببا وتی قومی موومنٹ دیما برگ واسطه پرچه ما وہ اگرچہ یک تشکیلاتی ہے اس بھی مردمی بل منی واسطه چه ازبچ گیشتر قومی موومنٹ جونز قومی دیم ترے پرچه ای جونز منی همرا چه نه بلکه منی پته همرا چه هم گیشتر و دیم ترے بلوچ قومی جونز ما واشنت کی یک روچی قومی جونز دیما برگ واسطه یک ائتلاف ببنتے ہیں بلے ما یہ باور ہے ائتلافات چی پیسر پیش زمینی اتحاد ہے ما بری باور ہیں کہ اتحاد واسطہ ہم باید ہیں ترا یک مکانیزمی بھی بیتے کہ باندھا ہر کسی یہ اتحاد تو کا کہ مومنٹ لوٹی دے ما بے بڑھتے ہیں پارٹیاں عذاباں یعنی قومی جو سے لوٹی دے ما بے بڑھتے ہیں اگر در زمان اتحاد بیتے مکانیزم بیٹو لبی بیتے کہ ایک مکانیزم بھی ایک سسٹم مستقلی بھی اگر بصورت نوشتے بھی بیتے اگر ای اتحاد پروشی قوم دیما بعد جواب گو بھی وہ قوم دیما پدر کنک بیتے پتہ یک بری گوشا فری بلوچستان مومنٹ گو بلوچستان بلوچستان آجوی زرم بشه ایچ وقت اطلاف نکتا اگر واجہ ہے دا نوشتہ کی صورت ہے یک چیزی ہستے دا ایرکوتی کنا یا اشیا سوشل میڈیا تو کا گوشت کنا کما بیزانی چطوری اطلاع بیتا کہ ما صحیح نہیں من نوار
و جناست چی هستی یا ما نه؟ کوشی که ماشی سر این بحثی بازی نکنیم بر خود او دیگه نه وقتی که آجوی چه اف بی ما در کفت مواجهی تو کام پروشت فروشی بود یا باری وقت اف بی ما مات متحده بلوچستان ماز یا بحری در کفت به قول معروف تا گجری مسئله هستیم شی که چی گوشنتی نزانو دوم کروس قبول کنه یا حرف مولا یا برای سلامت به عادی جان नासिर जान मैं विवश थी गप्पा करना तो زنده एक सियासी मर्दम ये बायद نکنه तई तय जुबान सियासी अबर बेकमायदात का شی मंत्र مسئله BIM या बलूचिस्तान आज हुई मूवमेंट बलूचिस्तान आज हुई रोम्बेश बारे अब वाह तरह फिरी बलूचिस्तान मूवमेंट मंगा आपको मन आज भी बलूचिस्तान कहीं कुजा भी तक कदी इतलाफी कुता कि मंत्री शेवश हेच वक्त ईदु पार्टियन मंत्र नाम गिफ्त कि थो चूंकि बे जबान आओ मंत्र गोश्त तो सियासी मर्दम ये गुड़ कुरोसे दोम्बे गप्पा मका सियासत वादे गुड़ ईदु नानी हम मसले गिशी नकबाज मुश्किल बिते سلامت به و تی دلگوش بدار باز باش توارش کد برحال هر کس وقتی نظر هستی چیزی که ما دیستگت مگوشت و سلامت به امیدواریم که آیانی هم وضعیت باز بهتر بی شرطر بی چهار روی چی کاسین همیدا بیز مردمه و درو بلوچستان مردمانی امیدواریم که کاربار شری سر دیما بران زندگ به موفق به توید فعالیتانا سلامت ناصر جان. امید کنم که دیگه سنگ تنگش و واجه ریم واجه محمد واجه سعید واجه مسعود اگه شوار گپی هشون گشت کنی واجه ناصر آها باز من منتور یالا واجه مردمانی که مرچ دیوان آت که ببخش من واجه تو گپ و دیگه نه بکنم. من دیگه پشه که مسعود یحته اگه گزارش چیزی چه ملکی هسته ملک چیه بگیم بلوچستان چهبار و ایران شهر و زاهدان و سراوان اگر حال احوالی هسته تا یک بند گزارش بدات ما را چه اتفاق افتاد. درود و سلام سنگتان من تگموی امید که و شدت و سلامت به فیل کنیم و اخبار و یه چیزا گلایشتین و نبود اولا چه بر ببین این شپی ایران شهر سراوان زاهدان و چهوار دنیا یحتن تو زرشانیش کو و ایران شهر سک باز مردم یحتگر زاهدان هم چوش چهبار چوش که ویدوان جای هستن و مردمان گوشت منطقه آزاد نیمه بوده اعتراضات و پسرا مردمان و هم فراخوان داد تگو جایش هم بوده تعیین کده سراوان تو هم که هم جنین مردین ایران شهر زاهدان و پاکین شهران جنین مردین بور بود بگن تو یه زرشان یه برش زورته زاهدان و ایران شهر لحظه گزارش رسته که مردمانش جتگ و حتی ایران شهر تیراندازی و گازشکاور هم جتگشو احتمالا لحظه گپتگشن بله چه ودی تایید کنه نبیده مردم لم باید ببیتن که نون رنده تایید شده یا مردم گوشی گزارش ها بله هنچی تایید نشده این گزارش رسته اگر مردم باید جست پرس بکنن به چهاری چطور کهوته دقیقا و دقیقا وقتی که این اعتراضا وقتی اوجا رستگتن تو پاکی ملکان یا یکن یا یحتگتن در و مردم ها هرچی گشته گوست یه تیم گشته بود تنشانی که یحتگتن در آزرشانی واسطه بله هنو اینترنت که نه بلوچستان تو اینترنت قطع کو تو البته پهکه ایران منی حالا اینترنت سک اگر قطع نبود لحظه جاگاه ها ممکنه چی بود سک اختلالی هستن و سک ضعیف و نزور بوده نت بلاکسی وبسایت ها که همه اینترنت و یه چیزان میچی کنته چاریت گزارش ده من چاره تقریبا اینترنت یه جوری نیست یعنی سک باز بستگی تهران سگ باز مردم یحته درا تبریز خلخال نزانو دیگه بازین شهر اصفهان و اینگو مشهد باز شهر معلوم اش پیاته درا و تهران یا که سک بازتن و مسئله ای که هستش که پراکنده هن. اگر شان یک جا ببن و بتونه
مراکز اصلی ها کم کم دیگه مردم بگیرن و دیگه مردم باز بی اعتراضان تو و روان آجاهان و اصلی بگیرن گودا رنده مردم تو امیدوار ببی که واشین اتفاقاتی بکپی اشی که زرشانی بی و اشی باید یک نشانه یه چه نارضایتی مردمانی بله به سرانجام رسینگ یه کاران لازم که ببنده اصفهان لطیوید و شنگ بود تگه که صدا سیماش بند داد در محلوک بود حمله کتگو سک باز محلوک باز بود تگه زرشانی که نکن فعلا چو شکای یه گزارش هستند ولی اینترنت قطع انت تقریبا می ارتباط گو بلوچستان کامل قطع بود و همزمان بهشی که ما خبر نکنک تینگو مردمی تلفنی اما سرباز تو که سرباز حال ما بگیرم بچارم چطوره خبر کنک تی اینترنت آی کی هم کرد و پیسر ها یدگی ملکا هم هنچو سک نزور بود تگه ولی دیگه آن لحظه کامل دیگه گار بود تنو اینترنت نی ملکا هم و یدگی شهر هم ایرانی هنچو اینش فی سک باز شلو بود تگو اینترنت او ده هم هنچ سلامت بید. سلامت مسعود جان تی باز منتوار چه این گزارشانی که تو داده دیگه واجه محمد اگه هم کسی واجه سعید واجه ناصر واجه رحیم شار گپ یا بری هستیم بوشه تا آخری وتی برو ما دیوانه بند کرد. سلامت بینم ما خواستیم برینی من نیست اگر اینجا هستیم بفرمایید یا محمد. نه منم خبری نیست که بکنم به دلیلش که من فکر کنم کم سے کم یک ساعتی ده نبود تا ندارم دیگه گپ تال چی بود و شان ولی در مجموع تمام دیوان بحرزو رو کان چشانی که برز آیاد کگن چشانی که جهل نشتگن تو یه حوصله افزایی شده گمی گپش گوش داشتگن منتوارند و امیدند که به هر حال گشتر همچین دیوان ببید و بلوچستان چستویه را سک چلنجینگ سک باز بله خوبند که بلوچستان جهدکاران هم پهک هنچو به شکل چلنجینگ اما به موازات هم دیگه نه این شکل دیم پدیم هم دیگه قرار بگیره بلوچستانی مثالان دیما ببرن همش دیگه ارزی نیستند مرا و همین نکته این فقط شیک هادی هم یه توی گپانی جتن هم منتوار برحال گپ باز هست هادی جان بله ایدان کنگیش درست نه تو اگر چنانچه مینی شماره تلفن در بگیجه یا بیا شکل چی بکنه من گون تو گپ کنم چون ما هم در لندن هم و اف بی ام هم در لندنه و شرقی سر ما هم دیگر جا یاریم ما رو گو هم دیگر سک باز میتینگ بوده گو هم دیگر نزدیک بوده که هنچو همی آجویی که شکل گرفت ما هم یک بحری که همایی ببینیم منتها ما با شرایطی که هلک بود ما قبول نکوته خیر به هر حال همیشه گپ همیشه اینه که یک پیام دیگه شما نوشته گید که چه محرنگ دردانگی محرنگی گپان گوشی بلوچستان شرقی نه بلوچستان غربی نه ایشی شک مکن که بلوچ یک ملتی و ایشی که این بادران که شک بودگن تو بهرش کده بلوچستان ایشی هند که منی تی ریش مروچی منی تیوتی دستان نهند زمانی ما شما تونیم گوشیم بلوچ یک شرقی نه غربی نه که من و تو و هدیک بلوت سفری برویم ایران و پاکستان و افغانستان پاسپورت منیتی دستا مبید به همین خاطرند که ما گوشیم که الان شرایط و مشکلاتی که بلوچ راج هستیم بلوچستان هستیم بلوچ راج هستیم مشکلاتی هستند که پا گم و گیگ حل کنک ببن و ایشی من هر ملتی آرزویند که این توپاکی و اتحاد و یک جایی بوجود بیایید و باید هم ببید کوشش کنک به همین خطی تا بله ایشی که ماشما کهرانی تا کپتگین و الان بحرین و چون چونده همیشن که ماشما وضعیت همیشن که حتی همدیگری به قول معروف حتی اختلافان سیاسی که ما شویتی تا هم بی هم سگتش نکنیم به همین خاطر این که ریش ماش میوتی داستان نه منتوار من دیگه ارزی نیستن تو برال منم منتواری کنن و رخصت کنن شما درست کنن انشالله سلامت امیدواریم باشه که میزودتر باشه بلوچستان رو ببین تمامی اینا. امیدواره سلامت باشی. منتوار واجه ناصر واجه رحیم واجه محمد واجه سعید که شما تیکی متین باید داد
شب شما بخیر. سلامت به ملک جان. میں وظیفه تو یہ میں ذمه مباز منتوار مهربانی چه درانی دیوان بهرزوروکان بانو کو واجه من دستبندی کنم که بلوچستان استمان گل کلابا رندگیری بکنه یہ هنوگی وعده تو کا بلکہ ہم ما پدا ہمیں زودتان یک دیگه دیوانی داشت و زانگ نبی شرایط چطور کائیں بله یه وعده ممکنه ما دیگه وتی دیوانا هم زودتر بگیرن و چه یه دیگه بانکو واجهان و زانتکاران ادا مشورت بگیرن و پا وتی بلوچ راجا وشین قدمی چس بکنن و امیدن که بلوچستان هم وتی وط مصری برسی تو آجو بی سلامت به چه منی نیمگا شما رو من پاک کن پوش کشون اگر یه دیگه سنگتان گپی نیست گرا من دیوانه بند کنم واجه محمد وتی چی اکانتن برو واجه محمد من نه خواستین گپی نشم. شب باش. برال بانکو واجانی که بهر زورتش من درستن مهربانی گوتی صبر و پارا که می برال دیوانا ور بی تو اول بی تو وتی نظر و وتی دیدگاه و وستن وتی کامنت و داتن منتوار سعید جان دیگه دیوانه تو بند کن و دیگه مشاور کم کم سلامت باد. سلامت به شما پهکانی شب باش. دیما با وجود تمام نیروهای سرکوب مردم همچنان تو خیابونه. تمام جمعیت علی بیرز بیرونه. 17 دیما
हाँ मैं बागी हूँ मेरे खून में मेरे वजूद में मेरी सोच में मेरे ख्यालों में मेरे इरादों में मेरे इजहार में मेरी ललकार में मेरे कदमों में मेरे जज्बों में मेरे तजुर्बों में मेरी गुमान में मैं सिर्फ एक सम्मी नहीं एक लड़की नहीं तुम्हारी रियासत की पेशानी पर बरबरियत जो مانو چرا قرآن بیا چشه خود تو چشه جنایتکار آدم کش خدا لعنت کنه خمینی رو که فکر در مملکت ما درست که ملت ایران و مملکت ایران و به دین ضربه زدن اینها بر همه مردم واجب است که بلند بشوند و کلک این حکومت خبیث آدمکش رو بکنن. خدا لعنت کنه خمینی و خامنه ای. خدا لعنت کنه خمینی و خامنه ای. آه. ممنونم حاج آقا. بله. تو قبر خمینی
palat Allah cherahanare Shakkinga palat Allah cherahanare Shakkinga palat Allah cherahanare Shakkinga palat Allah cherahanare